معمولا هر ایونتی میگیریم خیلی متعهدیم که سر زمان شروعش کنیم، حالا بچه ها کم کم خودشون هم اضافه بشن. من ممنون میشم هم خودت یه معرفی داشته باشی، یه گفتگویی با بچه ها داشته باشی و اینکه به هر حال با مقدمی خودت جلسه رو شروع کنی. سلامت باشی. من عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان. من مسعود زمانی هستم. اینجوری با شروع کنید. من به قول چیز میگن که خیلی خوشحالم که در خدمت شما. محمد جان که خیلی تعریفای قشنگی میکرد و منم خب از دورا دور همیشه دنبال میکردم و حالا شاهد مخفی همیشه زحمت محمد و کارهایی که شما میکنید اونور بودم. من تقریبا الان 20 ساله که تو حوزه تکنولوژی به شکل‌های مختلف دارم کار میکنم. حالا تو همه وجوهشم شانس آوردم مثلا کار کردم. این مثلا این فقط ریسرچ نبوده، فقط مثلا تو سیاست گذاری بوده، توی مثلا تجاری سازیش بوده، توی استارتاپ و نمیدونم کورپوریت و تو همه چی توی تک من بودم این مدت. و خب خیلی هم علاقه داشتم همیشه که این حوزه رو میام. واقعا اینجوری نبوده که خیلی یه برنامه مشخص و مدونی براش داشته باشم، ولی خب همیشه شانس آوردم و علاقه هم بوده تو این حوزه. در واقع جلو رفتیم. حالا دیگه بنظرم توضیحات بیشتر دیگه نمیخواد دیگه. حالا در خدمت شما هست محمد جان. صدات میوته محمد اگه داری فکر کنم. ببخشید. آره ببخشید. خدمت شما که عرض کنم، اولین بار خب خودت کتاب معرفی کردی، من یه نگاهش کردم و خب جالب می اومد، موضوعش جالب می اومد و اینطور که من متوجه شدم کارهای نویسنده رو همچون جنسش آینده پژوهی بوده و تخصص خودت هم، حالا من از سالها قبل میشناسم، این حوزه جز علایق‌های جدیت بوده و همیشه دنبال میکردی. من یادم سال 96 بود مثلا میگفتی خلاصه این حالا اصطلاحش مثلا میشه نامیرایی، انسان یه جوری میشه پزشکی اینقدر پیشرفت میکنه که سن میتونه خیلی زیاد بشه. مثلا آدما میشنیدن خب خیلی براشون چیز بود، براشون مثلا خیلی فانتزی بود یعنی. و ولی الان کم کم آدما هی حس میکنن خیلی چیزا داره اتفاق میفته و فانتزی نبوده. من حالا این رو هم باز من باب این بگم، من یه جلسه یه بار با شهاب جوانمردی داشتیم، یه چیز خیلی جالبی میگفت تکنولوژی همه میدونیم داره اتفاق میفته، بعد یهو میاد یهو اتفاق میفته. این دستش هم قشنگ میزد و میگفت اینقدر یهو میشه، بعد اون چیزی که همه منتظرش بودیم یعنی فهمیدیم اتفاق افتاد. اینو من باب این مقدمه میگم چون ما داریم جنس صحبت هامون هم یه جوری نسبت به آینده است و میخوایم نسبت به آینده صحبت کنیم. خیلی دوست داشتم که حالا این کتاب نویسنده حالا با توجه به صحبت‌های خودت یه جورایی میاد همون حرفای قبلیش رو تکمیل میکنه. بعد اسم کتاب قبلیش اینه که تکینگی نزدیک است، الان اینه که تکینگی نزدیکتر است. یعنی خیلی فشار روی ای آر اضافه کرده آخر. آره، یعنی عملا همون کتابه با همون فرضیات، حالا اومده به قول تو یه ذره تکمیل ترش کرد. دوست داشتم با یه مقدمی اصلا بریم ایده ها و صحبت هاشو بشنویم، چون به هر حال جنس آینده پژوهیش هم اونقدری که من مطالعه کردم بر مبنای پیش بینی نیست، استدلال منطقی میاره اصلا و روشمندیش متفاوته با اون چیزی که آره روشمندی داره، فانتزی فکر نمیکنه و این خودش برای من جالب بود، خیلی شناخت نداشتم. دوست دارم یه مقدمه از این فضا بگی، هم من هم بچه ها یه ذره آشنا بشیم با نوع نگاهش، روشمندیش، حل مسئلهش. اگه فکر میکنی شروع خوبی. آره حتما. ببین این به نظر من خیلی جاها اون همون منقال و ماقال اینجا مهمه اینی که کی داره یه حرفی رو میزنم به نظر من خیلی مهمه الان در حال تو این کیسا. ببین من یه سابقه کوچیکی از این بزرگوار بگم که کی بوده، چیکار کرده، چیکار نکرده و بعد بریم سراغ این که مثلا چرا این کتاب مهمه، چرا مثلا این روی کرده اصلا مهمه، اصلا ما چیکار داریم با آینده. خب وقتی مثلا خیلی عملیاتی هم نداریم، مثلا اینجا نشستیم با قول چیز داریم مثلا
پفکمون رو میخوریم دیگه، مثلا ما چیکاره مثلا فلانیم که مثلا مهم باشه. ببین این خب خود ری کورزویل سبقش مهمه به خاطر اینکه جهان بینیش اتفاقا در یک جای از کتابم، بعد من چون اینو خودم خیلی دنبال میکنم، من نزدیک 22 ساله که من از کتاب قبلیه در واقع البته یه کتاب قبلترش اون که به فارسی ترجمه شده بود، عصر ماشین‌های معنوی، Age of، بد معنی شده بود دیگه، Age of Spiritual Machines ترجمه شده بود. خب من میدونستم که این سبقه مهمه. ببین چرا مهمه؟ ببین مثلا خانواده این از اون یهودیای فرار کرده از مثلا چنگال مثلا اون ساختاری که تو زمان جنگ جهانی دوم تو آلمان نازی پیش اومده بوده و اینا اصلیتا خب مجارستانی لهستانی بودن و اون خب فرار کردنه و اینکه یا حالا لزوما خودش تو مرکز اتفاق نبوده، ولی اون قصه هایی که پدر مادرش براش میگفتن یا نزدیکانی که از دست داده بوده احتمالاً و اینا همراهش بوده. بعد خب آدم خیلی باسواد و کاردرستی بوده، خیلی خوش شانس بوده، تقریبا در یک دوره میاد کامپیوتر رو شروع میکنه، درس خوندن کامپیوتر، که ماروین مینسکی و مثلا اون یکی دو تا همکارش اصلا پایه های هوش مصنوعی امروزی رو، علم مدرن هوش مصنوعی رو گذاشتن و روز اول با ماروین مینسکی بوده، یعنی شاگرد ماروین مینسکی بوده تو MIT و اون موقعی که مثلا تو MIT بوده اولین کامپیوتری که مثلا یه خورده قوی بوده رو MIT خریده بود. حالا تو کتاب خودش هم اشاره میکنه که مثلا به پول امروز شاید مثلا 100 میلیون دلار پول داده بودن یه کامپیوتری که در حد الان مثلا تو چه میدونم کنسول گیم شما 1 میلیون برابر قوی تر از اونه، ولی قوی ترین کامپیوتر دنیا رو MIT داشته مثلا اینجا داشته چیز میکرد. از این که بگذریم، خب این آدم مهندس برق کامپیوتری بوده که خیلی علاقه داشته، کار کرده، شروع کرد روی یه سری حوزه‌ها، مثلا واقعا مسئله محور همیشه نگاه می‌کنه، این می‌خواسته واسه نابیناها یه چیزی درست کنه که اینا بتونن کتاب بخونن، از این بریل خلاص شن. مثلا تکنولوژی OCR که تبدیل متن به دیجیتاله در واقع به کاراکتر مال اینه، یعنی این خروجی کار این بوده، پتنت کرده بوده اینا. یا مثلا این سری تکنولوژیایی که نه اونی که امروز استفاده میشه، ولی این تبدیل متن به گفتارم خروجی کار ری کورزویل بوده. روی حوزه صوت و اینا یه سری اختراعات ابداع داشته که اصلا به اسم خودش هم ثبت و هنوزم داره میفروشه، اون در واقع سیستمایی که واسه چیز کرد. بعد خب این بزرگوار پترن خوب میفهمیده و خوب در کوران اتفاقا بوده، لایه یک اتفاقو میدیده، یعنی لب مرز اتفاقو داشته میدیده. به تدریج معرفتی بهش در واقع میاد که حالا ما دقیق نمیدونیم از کجا این اتفاق افتاده، که میبینه که به درستی میتونه پیش بینی کنه. یعنی از اوایل دهه 80 این شروع میکنه تو نوشته‌های کوتاهی که داشته تو مجلات و اینا و کتابای کوچیکی که اون موقع مینوشته، حالا با همکاری بقیه، کتاب مستقل نبود، و اینا شروع میکنه میبینه که من یه چیزایی دارم میبینم. خب ولی خب این اصلی ترین خروجی که این در واقع اینو سلبریتی میکنه و این پیشبینی‌ها اینو شاخص میکنه، یه کتاب بوده به نام Intelligence Machines، The Age of Intelligence Machines اگه اشتباه نکنم، عصر ماشین‌های هوشمند، حالا اینتلیجنت به کار برده، که 1990 این می‌نویسه و اون کتابه خیلی میترکونه دیگه. مثلا تو اون کتابه به در واقع وجوهی از اینترنت اشاره کرده بوده که اصلا کسی باور نداشته اون موقع، هنوز اینترنت اونقدر همه‌گیر نشده بوده 1990، نه آمازونی بوده نه گوگلی بوده نه کسی که مثلا بگی که ما اینو میدیدیم مثلا میتونستیم حدس بزنیم چه اتفاقی میفته. و این خیلی مهم بوده که این مثلا میگفته من این رشد رو میبینم، این وجوه رو تو این توسعه میبینم. بعد خب کتاب بعدیشو که همون Age of Spiritual Machines بود، من خیلی دوست دارم اون کتاب، 1998 یا 99 مینویسه که خیلی کتاب عجیبیه، یک کتاب عجیبی عزیزت. من خودم خیلی از اینام که مخالف توهم توطئه، یعنی که همه چیز سعی کنم علمی ببینم، ولی مثلا یه تیکه کتابی که سال 99 نوشته اینه که مثلا آقا توی سال مثلا 2020 یه بیولوژیک پندمی اتفاق میفته روی کره زمین، ولی خب این تو اون قالبی که داره روایت میکنه، قالبش هم گفتگوی ماشین و انسانه، یه حال خاصیه، یه چیزایی داستانه. حالا اون بایوتروریسم میدونه اونا، میگه یه عده‌ای هستن که مثلا ضد تکنولوژی ان و اینا میان با کمک مثلا، و دقیقاً هم میگه که خیلی اینش عجیبه و من اون موقع این چیزا نمیگفتم، گفتم به شایعات دامن نزنیم توی فضای چیز، حالا مثلا گوشم یکی 2 سال بگذره بعد گفتم اینو تو اینترنت، چون دیدم هیچ کی هم اشاره نکرد، چون هیچ کی کتابو نخونده واقعا، همه فقط دارن کتاب رو.
ولی خب من یادم اومد که این گفته بود که مثلا یه ویروسی بر پایه مثلا حالا آنفولانزا، ولی بیسش احتمالا مثلا رو پرندگانه، اصلا یه چیز عجیبی پیش بینی کرده بود. خب اون کتابم که نوشته بود خب خیلی کتاب عجیبیه و کتاب سختی اتفاقا برای خوندن، برخلاف ظاهر سادهش، چون یه ترجمه مزخرفی داره اون که اصلا هیچی، ولی تو اونم پله به پله هر 2 سال 3 سال گفته چه اتفاق شاخصی تو هر سال میفته، از همون 1998 یا 99 هم موقع که اون کتاب اومد بیرون اینو خب جلو برده و جوابم گرفته. یعنی که بعد خب این مهمترین کارش ولی شد همون خروجیش، کتابی که 2005 نوشت. فکر کنم یه کتاب دیگه اون وسط نوشت 2005. این کتاب The Singularity is Near رو نوشت که خیلی مهمه و اثرگذار، جریان ساز دیگه. اون موقع این دیگه سوپر سلبریتی بوده، میگفتن همه واقعا هر چی گفته بوده شده. حالا میگم مثلا پیش بینی که کرده بوده خیلی چیزای باحالی بوده. 99%. البته یکی حساب کرده بود، یکی تو ردیت دیدم حساب کرده بود 97% در واقع پیش بینیاش درست بوده. خب 97% خیلی عدد عجیبیه. مثلا تو کسی که مثلا 500 تا پیش بینی کرده، یعنی اصلا تقریبا مثلا 10-12 تاش فقط غلط بوده. حالا این 2005 کتاب سینگولاریتیز نیر رو می‌نویسه که کل کانسپت مفهومی اصلا برای خیلی، برای من، برای هزاران نفر، میلیون ها نفر جریان ساز و ذهن ساز بود که آقا اینجوری باید نگاه کرد. حالا جلوتر توضیح میدیم. فکر میکنم 2012 کتاب How to Create a Mind اون موقع نوشت. قبل از این کتاب آخرش بود، کتابی که تنهایی نوشته بود. البته تو چند تا کتاب دیگه هم مشارکت‌های ریزی داشته. بعد جونم براتون بگه که و اون کتاب خیلی نگرش متفاوتی داره دیگه. داره میگه واقعا چجوری یک ذهن نزدیک 4 فصلش چیز دیگه نوروساینس و اینا یاد میده و آناتومی مغز و اینا. بعد میگه که اگه بخوام این مغز بسازم چجوری میسازم، روی کرده من واسه حل مسئله مغز، مثلا از تاپ دان باتم اپ، مثلا هر جوری که حالا صورت بندی که میریم جلوتر. یه جایی تو کتاب، این کتابم اشاره میکنه بهش توی فصلای جلوترش. و خب این کتاب هم که 2024 نوشته The Singularity is Nearer. خب ما خیلی منتظر بودیم این کتاب بیاد. برای خود من که خیلی جذاب بود. توی ایران تقریبا فکر میکنم که اولین اشاره جدی که به کورزویل توی ادبیات و تو کلا فضای علمی اکوسیستمی فلان اینا شده بود یه پادکست شماره 1 جادی بود. خب که رادیو گیگ و اینا، که اون اولیش با یکی رفقای ما صحبت کرد، خیلی هم بچه کار درستی اون و خیلی هم گل کرد اون گزاره. ولی خب قبلترش تو کامیونیتی ها اونایی که مثلا این کار بودن دیگه همه داشتن چیز میکردن دیگه. و خب روی کرده کورزویل هم روی آینده نگاری روی کرده خاصیه. یعنی یه آدمیه که پترنو بر اساس یه الگویی توصیف و در واقع تشریح میکنه که تو مشابهش رو ندیدی و حدسایی که راجع به چشم انداز میزنه حدسای جالبیه. مثلا از یک وجهی به قضیه نگاه میکنه، مثلا نمیدونه که موبایل چی میشه، خب ولی میگه اون روز مثلا قدرت یک پردازش نمیدونم فلان سوپر کامپیوتر تو جیب جا میشه، بنابراین یه اتفاقی میفته. نمیگه موبایل رو، نمیگه. خب این مدل خاصه. خب خیلی ما تو صورت گیر میکنیم موقعی که میخوایم توصیف آینده رو بکنیم و چون ما به ازایی نداریم همین چیزای امروز رو میگیم. مثلا میگیم یه موبایلی میاد 2027 که مثلا ریل تایم ترجمه میکنه. هیچ به ذهنمون نمیرسه، اصلا نمیصرفه موبایل. شاید یه هندزفری تو گوشمونه که همه کارو داره میکنه، یه عینکه، یه دونه لنز تو چشمونه، یه دونه نمیدونم ایمپلنت پشت گوشمه که اصلا داره یه کار دیگه میکنه. این خیلی مهمه که خیلی اینایی که پیش بینی میکنن راجع به آینده در واقع دارن حال رو پیش بینی میکنن اگه مثلا اگه بشه چی میشه. مثلا خیلی تو آینده زندگی نمیکنن. خب کورزویل توی این حالا من خیلی خلاصه گفتم چون هر کدوم از این کتابا یه کتاب دیگه هم داشت، البته سال 2021 نوشت، اونم خیلی کتاب جالبی بود. عین اون کتاب چیز بود، ایزاک آسیموف بود عنوانش، که سفر شگفت انگیز و اینا بود که کوچولو میکنن زیر دریایی رو میفرستن توی بدن آدمه. اسم شبیه اون بود، مثلا فانتاستیک وویج همچین اسمی اگه یادم باشه داشت. جونم براتون بگه که
خب این وجهی که استاد راجع به آینده داشت صحبت میکرد و این کلمه سینگولاریتی خب خیلی دیگه کوین شد به اسم این بنده خدا. البته خب قبلتر این منشأ داره، یه منشأ طولانی قدیم، مال 100 خورده سال قبل آدما راجع به سینگولاریتی صحبت کردن. حالا هر فرم خاصی هم میتونیم راجع به دیگه واقعا مباحث چیزش نمیدونم مقدمه چقدر کمک کرد، میتونیم ریستر و اینا راجبش صحبت کنیم. آره صدات قطع و وصل میشه نه الان که تازه اصلا مقدمه هم نبود، امیدوارم قطع نشه. فقط ری کورزوول کیست در همین حد بود جمله اول. ریموند کورزوول کیست؟ من اونجوری که میفهمم مسعود حس میکنم که بحث اصلیمون رو همینه که اصلا تکینگی چیه. فکر میکنم احتمالا تمرکز صحبت تو قرار الان این تیکه این باشه. دوست دارم بریم واردش بشیم و باشه بگیم اصلا چیه واقعا این ایده، هم حالا منشأش از کجا بوده، الهام گرفته، ایده گرفته و این چیه. ببین خود لغت سینگولاریتی که حالا تو فارسی تکینگی، حالا خیلی من کسی که یکی دوستان نوشت آره کتاب فانتاستیک وویج، آره همین گفتم از که حالا حضور ذهن نداشتم به طور دقیق همین کتاب بود. جونم براتون بگه که این لفظ سینگولاریتی خیلی خوب ترجمه شده، ترجمه قشنگه تکینگی. ببینید ما تو ریاضی دیدید تقسیم بر صفر میکنیم مینویسیم بی‌نهایت، خب اون سینگولاریتیه. ببین فقط نکته اینه که بی‌نهایت چیزی که نتونیم فرموله کنیم تهشو اصطلاح میگن، ولی تکینگی میگن. ولی حالا این سینگولاریتی تو ریاضی با فیزیک یکم هم فرق داره دیگه. مثلا چه میدونم، مثلا ما تو فیزیک سینگولاریتی مشهورترین جایی که اشاره میشه اینه که از اون لب سیاهچاله که رد میشی، از اون ایونت هورایزون، اون افق رویداد که رد میشی میری تو سیاهچاله، اونجا تکینگیه. یعنی که میگن که چون نمیدونیم و انگار که بی‌نهایته، ولی واقعا بی‌نهایت نیست، چون لحاظ فیزیکی ما جرم بی‌نهایت که نداریم که، یعنی اصلا چیز دیگه. این حواسمون باشه دیگه، تو فیزیک بی‌نهایت با ریاضی فرق داره. ما مثلا چه اپتیک و اینا دبیرستان میخوندیم، گفتن آقا مثلا این عدسی فلانه که میذاری تصویر در بی‌نهایت تشکیل میشه. اون بی‌نهایت نیست، مثلا 5 متر برتره، مثلا واقعا یه تصویری تشکیل میشه، ولی مثلا اون 2 سانتی سانت که مثلا اون نزدیکه نیست، یه جای دوریه، مثلا 100 متر 5 متر. حالا بس این علاوه لغتی، و من خودم این کلا مفهوم بی‌نهایت رو خیلی دوست دارم. یه چیزی هم راجبش نوشتم یه دوره‌ای، کلا مفهوم دیوانه کننده دیگه. اونایی که راجب بی‌نهایت کار کردن اکثرا مغزشون یه اتفاقی براش افتاد. یعنی برخلاف این سادگی که فکر میکنیم که آقا بی‌نهایت، خب ولی واقعا بی‌نهایت ریاضی چالش‌های بزرگی واسه انسان‌ها توی مفهوم بندی خودشون حتی ایجاد میکنه و کلا میگن که سمت بی‌نهایت نرو. حالا آدمای بزرگی هم گفتن سمتش نرو. حالا فرصت شد اصلا یه بار راجع به اینم صحبت کنیم که اندیشیدن راجع به بی‌نهایت خطرناکترین کاریه که میتونی با مغزت بکنی و چیز دیگه، یعنی کار خطرناکیه. عرضم به حضورتون که حالا میرسیم به اونم. توی مفهومی که آی کورزوول توی کتابش توضیح میده، سینگولاریتی و وام گرفته از چیزی که آقای ورنر وینچ که همین 7-8 ماه پیش هم فوت کرد، نویسنده علمی داستانی معروف، ایشون توی که کتابش سال 92-93 به این واژه با همین مفهوم اشاره کرده بود که جاییه که انباشت هوش مصنوعی انقدری میشه که از انسان‌ها به انسان‌ها برتری پیدا میکنه و چون از اون نقطه به بعد رو به دلایلی که توضیح میدم برات نمیتونیم پیش بینی کنیم، انگار که یک بی‌نهایتی شکل گرفته که من دیگه ازش نمیتونم، یعنی عقل من فهم نمیتونه بکنه. لحظه‌ای که هم به قول دکتر میگه شب اینجوری کرد اتفاق میفته، اون لحظه بعد رو دیگه نمیتونم ببینم. من الان میتونم حدس بزنم یه کامپیوتری 2 برابر بشه، پردازشش، قدرت پردازش چی میشه. اگه میتونم بفهمم اگه مثلا یه آزمایش فیزیکی و مثلا یه چیزی رو توش 2 برابر کنم، سرعت و شتاب و نمیدونم مثلا قدرت ضریب فنرش و هر چی. ولی توی این حوزه وقتی که هوش ماشین یا ماشین ها یا شبکه از ماشین، چون این 3 تا تعریفه، یا اینکه یک چیز آمیخته از انسان و ماشین از مجموعه
فهم و درک و اینتلیجنس و حالا هر چیز خودآگاهی و چیز هوش انسان ها پیشی بگیره، ما دیگه نمیدونیم چی میشه. چرا نمیدونیم؟ به همون دلیلی که من مثلا همیشه این مثال واسه بچه‌ها میزنم که آقا مثلا گربه شما نمیتونه، الان گربه شما کسی حیوان خونگی داره، سگ، گربه، نمیدونم هر چی، ماهی، نمیدونه ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم، احتمال خیلی زیاد نمیدونه و نمیتونه پیش بینی کنه ما میخوایم چیکار کنیم. خب یعنی نمیدونه ما بعد از این جلسه تموم شد میریم مثلا توی مثلا سرن یه آزمایش مثلا برخورد دو تا پروتون رو با هم انجام میدیم، یا اینکه میریم مثلا یه بستنی میخریم میخوریم. از هر دوی اینا عاجزه اون سگ، گربه، فلان. ما نسبتمون به اون موجودی که قراره بیاد همینه و چون نمیدونیم اون چیه، چیکار میخواد بکنه، واسه همین نمیتونیم پیش بینی کنیم. یه نکته‌ای که وجود داره، من بعضی اوقات میگم بد میفهم آدم، میگن آقا پیش بینی ناپذیر میشه. میگم پیش بینی ناپذیر نمیشه. ببین شما میتونید، من میتونم پیش بینی کنم مثلا با مدل سازی که مثلا این صفحات تکتونیک مثلا کره زمین چجوری تکون میخورن، خب تا 2 میلیون سال بعدم میرم دیدی که اینا که سیمولیت میکنن مثلا ما تا نزدیک حتی 1 تریلیون سال بعدم میتونیم بگیم که هستی چه شکلی میشه. اون چیزی که نمیتونیم پیش بینی کنیم خودمونیم. خب مهمترین چیزی که، یعنی نقش خود ما به عنوان اون کسی که ابزروریم و بالاخره دنیا رو ما داریم توصیف میکنیم دیگه. الان فعلا دنیا، مرکز دنیا انسانان فعلا، واقعا انسانان. یعنی ما اگه نبینیم کی میبینه اتفاقا رو؟ ما این که هستیم داریم یه معنی پیدا میکنه از نظر ما دیگه. ما نمیتونیم خودمون رو پیش بینی کنیم چی میشیم و نمیتونیم رفتار اون موجود برتره رو ببینیم. این نقطه رو گفته سینگولاریتی، چون و نقطهش هم گفته مثلا یه جایی مثلا هولوش مثلا 2045 اینا. خب حالا همیشه همه بازی میکنن، این بنده خدا میگه همین هولوشه، 1-2 سال اختلافه ولی رو حرفش مونده. از کی مونده؟ از لیترالی مثلا همون کتاب 98 99 98 که همون The Age of Spiritual Machine، اونجا گفته بود اینو. تو که این اون نقطه‌ای میشه که دیگه انقدر چیز میشه، ولی امتداد میشه داد. یعنی که میرسیم بهش که اصلا این 6 مرحله که میگه، مرحله بعدترش هم میتونه بگیم چیه، حدس همه میزنیم چیه، ولی اون ترند کلان رو داریم میگیم، بعدش دیگه چه اتفاقی میفته دیگه با خداست. جونم باید بگه که تو فکر چند مسیرم واسه که رسیدن به سینگولاریتی در واقع پیش بینی میکنن. 4 تا مسیر اصلیه که اینا شبه اوورلپ هم دارن، حتی شاید با هم اتفاق بیفتن. یکی این که آقا خیلی ساده دیگه، میگن که آقا ما یه هوشی درست کنیم، یه نفری مثلا اوپن ای آی کسی یه چیزی درست کنه که این از مجموع تمام بشری که اون دنیا وجود دارن بهتر باشه، از مجموع اونا. خب یعنی از کل کره زمین مثلا اون موقع شده 6 میلیارد 8 میلیارد 9 میلیارد هر چی هستش چیز بشه. یکی دیگه هست میگه که آقا اصلا این اوکی، ولی شاید من بتونم یه سری رابط مغز انسان کامپیوتری درست کنم. خب این بهش میگن هیومن برین، یا در واقع برین کامپیوتر اینترفیس یا هیومن کامپیوتر اینترفیس، جفتش میگن. اما بی ام آی در واقع برین ماشین اینترفیس رو بیشتر خودم ترجمه، چون کامپیوتر نمیبینم اون وسط. که آقا ما یه انگولکایی میشیم این وسط، یعنی خودمونم ارتقا میدیم توی میانه، که اصلا بحث کورزوئل از اولش هم همین بوده، به کمک نانو تکنولوژی و یه سری تکنولوژی دیگه ما یه چیزی میسازیم که هیبرید انسان ماشینه و اون برتره. میگم این دوتا تناقض نداره و میتونه با هم اتفاق بیفته یا همراه هم باشه، یا این تکمیل کننده یکی دیگه باشه. یا یک ایده ای هست که اصلا آقا نیازی نیست ما به کامپیوتر هم وصل شیم، ما میتونیم یه کاری کنیم بالقوه مثلا مغز ما 1 میلیون بار بهتر کار کنه و اصلا دیگه آنچه در وهم ناید آن شویم و اینا میشه. اصلا دیگه به اون کامپیوتر کاری دیگه نداریم و به دلایلی. خب اینم بس یه مسیره. یه مسیر دیگه هم اینه که آقا کلا یه شبکه‌ای درست بشه. یعنی این ستا که 3 تا چیز هر کدومش، من خودم این سومیه خیلی برام هیجان انگیزتره، ولی اون 4میه اینه که یه شبکه‌ای درست کنیم که این شبکه در واقع اون اصطلاحاً
کالکتیو اینتلیجنسش اوورپس کنه، بالاتر بره از اون چیزی که همه انسان ها هستن، اون شبکه اصلا در واقع یک شهود جمعی، یک در واقع چی میگن مثلا اجماع ذهنی اتفاق بیفته که اون بالاتر. حالا اون نیازمند چند تا چیزی از جمله این کاری که میکنن الان میشنوید دیگه، مغزا بتونن به هم وصل بشن و ماشینا هم بتونن وصل بشن و تو بتونی مغزتو با کامپیوتر سینک کنی، مثلا بعد اینا برن یه جایی مثلا دیجیتال توین درست کنن از این داستانا. ولی anyway این چهار تا راهیه که از اول روش سوال شد. البته یه چیزی بگم، خود کورزویل انقدر محکم راجع به این چهارتا صحبت نکرده. این صورت بندیه که بعد از اینکه کورزویل این حرفا رو زد، این علمی داستانی نویسا و اون کسایی که مثلا من علاقه من بودن تو صحبت ها با هم دیگه مثلا اومدن چیز کردن و پیرو اینم مثلا یه سری مکتب درست شد دیگه، یه اسکول اف تاتسای درست شد که مثلا رفت سراغ ترانس هیومنیسم، که میره مثلا سراغ در واقع چی میگن اونایی که میگن که اینتلیجنس اکسپلوژن باید بشه، یه عده هستن میگن که ما یه چیزی شبیه ایونت هورایزن باید برسیم بهش. از اینا هر کدوم صحبت داره دیگه، یعنی طولانیه به نظر واقعا مهم نیست در این ایامی که ما الان هستیم راجع به این حرف زدن خیلی موضوعیتی نداره. این حالا مسعود من پس یه تعریفی داشتی، گفتی تکنیکیت ریاضیات رو گفتی، فیزیک هم گفتی تو این فضایی هم که ما هستیم میشه 4 تا صورتمندی هم کرد. یه بودش اینه که یه به هر حال هوش مصنوعی باشه که هوشش از تمام انسان‌های روی زمین بیشتر باشه. دومیش اینه که مغز با هوش مصنوعی کانکتد بشه، به حالا تراشه‌ای وصل کنیم هر چیزی. سومیشو گفتی ظرفیت مغز 1,000,000 برابر بشه. این چجوری اصلا ممکنه؟ یعنی میخوام یه ذره تفاوت 2 و 3 رو اگه بشه یه ذره شفافتر بگیم. ببین توی 2 راجع به این صحبت میکنیم که انگار که کلاد کامپیوتینگ به یه شکلی کنار مغز ما قرار بگیره و به دلیل با نوعی از رابطه بین ما و کلاد کامپیوتینگ، من مثلا مسیر دستیابی به اطلاعات هم دیگه تایپ کردن و نمیدونم صحبت کردن این نباشه، مستقیم دانلود بشه رو ذهن من، یا آنچه که من تو ذهنمه آپلود بشه روی اون شبکه و این رفت و برگشته با یک سرعت بالایی طبیعتا انجام میشه. من محدودیتم کلام و تایپ هم نیست دیگه نوشتم. ما ماکسیموم مثلا توی دقیقه مثلا 140 50 تا کلمه میگیم دیگه. حالا مثلا بگذاریم مثلا چه میدونم مثلا امینم مثلا یه چیزی میگه سرعتی میگه، حالا اون یه حال خاصیه دیگه بزنیم کنار. ولی من محدوده داده‌ای که با تو میتونم برقرار کنم یه لیمیتی داره، بیشتر از 140 50 کلمه در دقیقه نیست. یا تایپ سریع اینه که ده انگشتی فلان سریع میزنم مثلا چقدر همین حدوده دیگه، مثلا 2 برابر اینه نه 3 برابر. این اصلا نسبت به اینو اگر تکستشو بنویسی بیت در حد بیت در واقع بایت هم نمیشه، چیز خیلی عدد کمیه این حجم دیتا تو 1 دقیقه. ولی خب دیجیتال من در اوردر پتابایت الان رو کاغذ میتونم، رو کاغذ البته میتونم دیتا تو 1 دقیقه منتقل کنم و اصلا محدودیت نداره. تو حالت دومیه میگه که تو یه چیز ایمپلنت هایی مثلا روی مغزت داری که شبیه این چیزایی که نورالینک و اینا مثلا خب خیلی سلبریتی شدن. از این شرکت ها 2 3 تا دیگه هم بوده، از قدیم هم بوده، کارشون هم خیلی بهتر از اینا بوده. این نورالینک کار خفنی که کرده روش انجام این کار، روش جراحی این کاره. ببخشید ساعت ما هم کوکو میکنه، پیشا پیش عذر میخوام. این نورالینک اون رباتی که درست کرده که این چیپو میاره بیرون توی صدم ثانیه و دقیق و اینا بدونه مثلا آسیب زدن به بقیه بافتای مغز و مثلا یا با حداقل تهاجم سرعت، اون تکنولوژی خفنشه. حالا بگذاریم از اون کار، فکر کنید یه نورالینکی که وصله، حالا یعنی یه سری سنسوری که وصل میشه. تو حالت سومی راجع به این صحبت میکنه که ببین ما فرایند انتقال اطلاعات و پروسسینگ پاور مغز ما یه فرآیند الکتروشیمیاییه. یعنی اینکه من تو مغز من یه سدیم یا کلسیومی توی اون مثلا از این اکسونه آزاد میشه، میرسه به این دندریته، این اختلاف ولتاژ بین این دوتا باعث میشه جرقه‌ای بزنه، اون جرقه میشه یه واحد پردازشی انگار. خب ما مغزمون پر تعداد جرقه است، یعنی که این 100 میلیون نورون ما
مثلا حالا با یه الگویی دیگه، مثلا اینا میگن که هولوش 20 پتافلوپس توان پردازشی داره، یعنی 20 پتافلوپس میتونه چیز داشته باشه، جرقه مختلف داشته باشه. اینجوری الان خیلی، حالا من این تعریف من اینقدر، یعنی اینو ننویسید جای این خطریه، این اول آخرش باید چیزی گفته بشه. این فرآیند کنده. ببین ما بالاترین سرعت انتقال اطلاعات تو بدن ما یه چیزی هولوش مثلا 145 در ثانیه است. خب یه عدد ناچیزی، یعنی اونم تازه جاییه که این در واقع نخاع ما خودش کامند میده دیگه، نمیاره تازه تو مغز، یعنی یه سری حرکت ها رو، واکنشی ها رو، اینا رو مثلا نمیاره پروسسشون و چیز کنه. و 100 متر در ثانیه اصلا شما مقایسه کن با سرعت مثلا الکترون، نه اصلا سرعت همین دیتا ترانسفری که ما الان داریم، مثلا ما بالقوه رو کاغذ با سرعت نور هم میتونیم دیتا انتقال بدیم دیگه، یعنی که الکترون میتونه بره این ور اون ور. 100 متر در ثانیه کجا تا مثلا چند صد هزار کیلومتر مثلا پر سکند. خب اصلا قابل مقایسه نیست. میگه که ما به زودی، یعنی اون موقع میگفت که مثلا 20 سال دیگه، ولی الان دیگه یواشاش به زودی میتونیم نانوبات هایی درست کنیم، یعنی ربات هایی در ابعاد نانویی درست کنیم. خب که اینا میان توی بدن، یه لیوانشو میخوری مثلا، چه میدونم مثلا یه لیوان نانوبات مثلا میشه چند صد میلیارد مثلا نانوبات دیده نمیشه عددش نانویی. یعنی میری بالا، یه تعدادشون میان یه جای بدن مستقر میشن، کنترل سلامت تو دائما پایش مانیتورینگ سلامت میکنن. بعضیاشون میرن دارورسانی میکنن، میگن که مثلا حاویه مثلا مینرالا و اینا هستن، مثلا هر لحظه که لازم باشه چیزی آزاد میکنن که بالانس بشه خونت مثلا، یا مثلا چیزی. یه تعدادشون هم میرن با هدفمندی جاهای مختلف مغز میشینن و عملا انگار فکر کن، این خیلی دیگه چیز دیگه، یکیش میشینه این ور سر اکسونه، یکی میشینه این ور سر دندریته، توی این مثلا پایانه که مثلا داره این ترمینالی که داره این اطلاع چیز میشه دیگه، اون سدیم نمیخواد آزاد شه، اینا جرقه رو میزنن تون. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ تو انگار که اون کاری که تو تکامل مغزت مثلا 500,000 سال دیگه شاید طول میکشید انجام بده، تو یه شبه انجام دادی. یعنی ما ببین مغز ما، تو کتابم یه جا اشاره میکنم، فکر کنم هر 100,000 سال، مثلا یا 15 یا 16 سانتی متر مکعب ما این نئوکورتکسمون زیاد میشه حجمش. یعنی مغز ما اینجوری داره رشد میکنه دیگه. ما احتمالا مثلا 200,000 سال دیگه مثلا پیشونیامون یه خورده جلو اومده، یعنی مغز ما از این لایه که این نئوکورتکسی که روی مغز ماست داره رو به پیشونیمون هم جلو میره احتمالا این حجمه زیادتر می شده، یعنی اون چین خوردگی ها بیشتر می شده، یعنی پروسسینگ پاور بیشتر می شده و ما مثلا می جهیدیم دیگه اصلا قراره. ولی فکر کن اینقدر مثلا حجم مغزی که قرار بوده مثلا تو 500,000 سال اضافه بشه، یهویی یه شبه اضافه میشه. بالقوه رو کاغذ شما تا 1,000,000 بار میتونی قوی تر کنی قدرت مغزتو. اگر میخوای حس پیدا کنی 1,000,000 بار یعنی چی؟ یعنی که البته خب واقعا در مقیاس کامپیوترها این اصلا بی‌معنیه ها، یعنی که کامپیوتر همین الان چه میدونم مثلا هر الان شده مثلا هر 15 ماه یا 16 ماه 2 برابر داره میشه توان پردازشی. تازه کوانتوم کامپیوترها که بیان اصلا این قصه دیگه است. ولی اینم ببین که مغز روش حل مسئلهش با کامپیوتر فرق میکنه. خب ماها یک جور دیگه ای داریم حل میکنیم مسائل رو، و اگه 1,000,000 بار قوی تر بشم یه اتفاق دیگه ای میندازم تو صورت، و شاید کامپیوتر دیگه ای درست کنم. مثلا ما هم دیروز داشتم با یکی بچه صحبت می‌کردیم، گفتیم بحث این بود که اصلا کامپیوترها بد ساخته شدن دیگه. کامپیوترها بهترین کار اشتباهی بودن که مدار منطقی و اینا کلا لاجیک توی این در واقع بهترین کار اشتباهی بوده که اون موقع میتونستن بکنن، چون خیلی کار عبثیه اگه واقعا بیاد ببینی که مثلا مغز ما چقدر باحال‌تر بعضی چیزا رو داره کار میکنه. این واسه یه سری کارهای دترمینیستیکی و اینا مثلا خیلی خوب بوده، ولی مغز یه جور دیگه داره چیز میکنه. حالا تو کتاب میرسیم بهش، اشاره میکنیم یه جایی که اصلا این ریفر میده به همون How to Create a Mind، به اون کتابی که چگونه یک مغز خلق کنیم و داستان میگه. بس راجع به کورزوول اینو بگم که کورزوول از تقریبا همون 2012 اینا هد ای آی گوگله، اگه میخواید بدونید که مثلا کجاست و چیکار میکنه. یعنی کل اون ای آی گوگل خوب یا بدش زل این بنده خداست. فقط یه نکته‌ای که داره، مثل همون بحثایی که دیگه خود استادی دیگه، سازمان شکل صاحبشو میگیره دیگه، یعنی که میگن قندون سازمان هم شبیه مدیر عاملش میشه دیگه، چه برسه به آدماش.
ذاتاً یه آدمی مثل کورزوول آدمی که کارو میکنه 2 سال بعد میگه من چیکار کردم. در حوزه هوش مصنوعی گوگل به مراتب کار خفن‌تری از اوپن ای آی کرده بود تا پیش از این، ولی اون جایی که الان جا مونده، الان همه جمنای مسخره میکنن و مثلا میگن چیز خفن‌تر و اینا دیر عرضه کردن داشته هاشونو یا شکل مناسبی از عرضه رو چیز نکردن، وگرنه توان پردازشی که در اختیار گوگل بوده و کاری که کرده بوده، چون انگار همه یادشون رفته که همه اینایی که چیز داره اینا بوده 2 سال 3 سال پیشم گوگل ارائه داده بوده قبل اوپن ای آی، با این قدرت نبوده و تو مارکتش نمی‌کرده. یا حتی اگه هم یادت باشه مثلا من مثلا الان بگردم شاید تو ارائه پیدا کنم، مثلا من این حرفا رو مثلا سال 94 93 تو شرکت و اینا مثلا ایونت میذاشتیم میگفتیم، من برای بچه‌ها دوستایی که با من کار می‌کردن 92 93 داشتم میگفتم اون موقع مثلا این آی بی ام واتسون اومده بود یه کاری میکرد که همین الان هنوز اینا نمیکنن. خب هنوز اینا این کارو نتونستن بکنن. حالا برگردیم سراغ این بحث خودمون. من در واقع این برگشت رو بزنم که بگم این آدم گنده و اثرگذاریه دیگه، یه بخشی از زندگی همه ما الان هدایتگریش خواسته و ناخواسته با تیمیه که با کورزوول دارن کار میکنن تو گوگل. ولی برگردیم سراغ داستان، اون مسیر سومیه که خواستی توضیح بدم. داستان اینه، میگه من مغز رو، و فقط این کارم نیست دیگه، چیزای دیگه هست، چون مغز یه پردازش میکنه، یه استوریج میکنه، یعنی این چند تا، یعنی کل این در واقع کاگنیتیو همینه دیگه، چجوری من رخدادا رو ثبت کنم، در واقع ثبت کنم، ذخیره کنم، چجوری تفسیر کنم، چجوری استفاده کنم از این کل اون کاری که تو کاگنیتیو ساینس و اینا دارن. اینا هر کدومش میتونه خیلی بزرگتر بشه، یعنی توان مثلا ذخیره رو مثلا میگن که یه کاری میشه کرد، یا مهمتر از ذخیره نحوه دسترسیه، یعنی اکسسیبیلیتی مثلا محتواها توی سطح دیگه بشه که دوباره میتونه به اون لول قبلیه برگرده یه جاییش، یعنی که برام من تو کلاد یه چیزی رو بردارم بیارم، نمیخوام ویکی‌پدیا رو دارم اونجا مثلا، حالا ویکی‌پدیا که چیز خیلی سخیف و ضعیفیه در برابر اون چیزی که ما داریم صحبت می‌کنیم. ولی میخوام بگم اون سومیه اینه که اینیبل شدن بدن و مغز، یعنی فقط مغز هم نیست دیگه، اون نانوبوت ها قراره بیان پایش سلامت انجام بدن، مداخله سلامت انجام بدن و خیلی کارهای دیگه، ترمیم و ریجوونایل کردن و هزار تا داستان دیگه که اونم به جاش صحبت. بسیار خیلی ممنون ازت مسعود. من پس یه خلاصه و جمع‌بندی بکنم، هم خودم شفافتر بشم هم بچه‌ها در جریان قرار بگیرن. پس اون تکینگی شد 4 تا. یکی این که یه هوش مصنوعی داشته باشیم که از مجموع تمام انسان‌ها بیشتر باشه. 2 مغز بتونه به هر حال به کلاود اصلا وصل بشه و بتونه دیتا جابجا کنه. 3 ما بتونیم یه نانو ربات هایی درونمون داشته باشیم که احتمالا خیلی جنس هوش مصنوعی و سلامته، که اینا به بدن کانکت میشن و ظرفیت مغز رو مثلا 1,000,000 برابر میکنن، که شاید این عدد خیلی عدد کمی باشه با توجه به چیزایی که میگی. و 4 اینکه انسان و با انسانهای دیگه یا ربات ها یا هوش مصنوعی یا هر چیز دیگه شبکه‌ای شبکه بشه. فقط اینم بگم هر 4 تا اینا میتونه با هم باشه، یعنی اصلا اینجوری نیست که فقط یک میتونه هر 4 تاش بشه. آره با هم باشه. یه ذره دسته‌بندی که ذهن منسجم‌تر بشه، به قولم میتونه 4 تاش با هم بشه. من فقط یه نکته اضافه کنم چون چیز جالب گفتی. ما یکی از مهمونایی داشتیم که از بچه‌ها مهرداد فکر کنم اسمش بود، از بچه‌های همین ای آی ریسرچر اپل قبلا توی گوگل بود. داستان جالب میگفت گوگل از فکر کنم سال 2011 گفت من یه کمپانی موبایل فرستم، یعنی استراتژی هام بر مبنای موبایل ساخته میشه. فکر میکنم گفت 2013 14 یا 2018، اگه اون 2018 باشه قبلی 2013 14. من یه کمپانی ای آی فرستم، یعنی اون موقع میگفت کلا آره کلا استراتژیام بر این مبناست، یعنی اگه یه سری کانفلیکت های تصمیم گیری داشته باشم هوش مصنوعی اوله. و باز این نکته جالب تری هم میگفت، یعنی میگفت که اصلا کل این مقاله های علمی که تو زمینه هوش مصنوعی بوده همش از گوگل لب بوده، چون اصلا ورودیش اونا بوده. اصلا کسی نمیتونه.
آره آره. و به طور خاص شاید یه ذره این اوپن ای آی یه ذره تو یه جای خلاقیت بهتری به خرج داده، یا یه ذره استارتاپی تر بودن، اجایل تر بودن، یه کاری سریعتری انجام مارکتینگ دادن. بهتری هم داشته. آره آره، یه یعنی چیزی این حالا نکات. میونه کلامت هم هست، میگم اصلا میگم آدما ما نشستیم پشت میزمون فکر کنیم مثلا ما فهمیدیم مثلا چجوری کار میکنه، میدونی نه بابا اشتباه کردن اینا، نه آقا اینجوری نیست، اونا از من و شما خیلی بهتر میدونن. من عطف میدم به یه کتابی که خیلی دوستش دارم، حالا اسمش دارم این فکر کنم چی بود، ساتیا نادلا. موقعی که شده ساتیا نادلا میدونی که از کف کف اومده تو مایکروسافت بالا، یعنی آدم نابغه مایکروسافت. ریاضیدان فلان، مثلا مسیر تو رشدش مسیر عجیبیه و آدم کار درستیه. ساتیا نادلا اون کتاب، یه کتاب داره ریفرش اگه اشتباه نکنم، که این کتاب آره. دوست داشتم، دو سه تا ازش خریدم خارجیشم، یعنی با پول گرون در ایران خریدم که به آدمایی که دوست داشتم این هدیه دادم دور برای خودمونه. و اینو در نظر داشته باش که تو اون کتاب میخونی اینا همه میدونستن چه اتفاقی داره میفته. من میخوام اینو بهت بگم یه چیز جالب، حالا این که خیلی بحث این که منم نداره. ببین مثلا تو خیلی از این حوزه بگردی، مثلا شاید اولین نفر راجع به این چیزا عیان حداقل من خودم مثلا نمیدونم، ولی مثلا من صحبت کردم. من مثال میگم و حتی مثلا این تعاریفی که اسمش چیه، مثلا ANI چیه، AGI چیه، ASI چیه، اینا من فکر کنم یه بار گشتم مثلا کسی تو فارسی تا حالا صحبت نکرد، من 10 سال پیش راجع به این صحبت کردم. اون موقع که من اینا رو صحبت میکردم، میخوام اینو بهتون بگم، من خب خودم که از خودم این ویزدم ندارم، میرم 4 تا کتاب میخونم، 4 تا حرف دیگه میگم. اون موقع اونا قدیمی شده بود این حرفا، یعنی مثلا یارو تو 2006 7 صورت بندیاش کامل شده بود، یا آدمای مثل کورزوول و اینا پلن داده بودن و میمدن تو ایونت عمومی صحبت میکردن راجع بهش، یعنی یک داده تجاری حتی دیگه نبود، داده عمومی بود از نظر اینا. و من مثلا اونا رو میشنیدم، بعد مثلا 2012 گفتم مثلا نفر 2013 مثلا گفتم این حرفو، نفر اول بودم تو ایران. اون تیکه منو بذار کنار، اونش مهم نیست اصلا، اون نمیخوام کاری کنم. میخوام بگم که این یه چیز آشکاری بوده، این که مثلا قرار هوش مصنوعی فلان سال فلان اتفاقو بندازه، همه با یه قطعیتی میدونستن، اونایی که تو سیلیکون ولی بودن و اونایی که حالا یه خورده دسترسی نامتقارن به اطلاعات دارن، اونا همه میدونستن که چه اتفاقی میفته. حالا شکل دقیقش و اینکه کی این کارو میکنه رو دقیق نمیدونستن. خب که چیز بشه اوپن ای آی به درستی در زمان درست از یک خلأ و از یک ترس، به گوگل میترسید بیاد تو بازار، نظر شخصی بنده است. خب وگرنه اصلا این مقاله ترانسفور اصلا تی پی یو رو گوگل درست کرد، یعنی همه این داستانا اگه به قول معروف تی پی یو نبود که اصلا این داستانا اتفاق خیلی ها نمیفته دیگه. ملت این همه سرویس اینا بود، اینا رفتن در زمان درست چیز کردن. گوگل رفت تو بحث اخلاقی و نمیدونم اینا که آقا ما بدیم بیرون ندیم بیرون، وگرنه همین تیمی که اوپن ای آی چیز میکرد، من مثلا میشه 2019 2019 اون پسره که روسه توشونه، اون مثلا من اونو یه دونه تاکشو همین وبینار لایو و اینا داشت، مثلا صحبت میکرد و اینا، خودش میگه ما خیلی عقبیم، ما مثلا آقا گوگل و فلان این صحبت ها. و من خیلی میگم روی کرد، یعنی درس تجاری سازیه به نظر من، درس مدیریته که اوپن ای آی چجوری از یک برتری در لحظهش استفاده کرد و جلو افتاد. الان واقعا نمیرسم به گرد پاش، یعنی هنوز که هنوز فکر کنم محصول فعلیش خروجی مثلا کار عجیبی نیستش، خروجی پارسالشه، ولی همون خروجی پارسالش همه خودشون رو با اون بنچمارک میکنن، میگن آما نسبت به چت جی پی تی 4 مثلا فلان انقدر بهتر، در صورتی که علتی که چت جی پی تی جدید رو ریلیز نکرده همون بحثه اینه که میخواد بذاره مثلا چیز بده، یعنی کوارتر آخر بده که یه سود خوب بده، اونجا میخواد فاندریز کنه، والویشنش بره بالاتر، اون یعنی با یه تیر چند نشون میخواد بزنه و منتظر متا همه زورشو بزنه، نمیدونم گوگل هم همه زورشو بزنه این اون برگ خوبه رو مثلا بزنه رو، وگرنه رو کاغذ اینا رو هیچ کدوم هنوز نگفتن اینا رو، ولی هنوز رو کاغذ هم حتی اون مدلی که چت جی پی تی هست، خب اون نزدیک 12 برابر همین مدل مثلا جمنای پرو مثلا قدرتشه رو کاغذ. من ربطی نداره تعداد پارامتر، ربطی به کارکرد مدل لزوما نداره، ولی
اینم ببین دیگه که اینا خودش، این به نظر من خودش درس مدیریتی خیلی شیک و قشنگ بود که جاه طلبی و محافظه کاری دو تا رویکرد مختلف توی کسب و کار، اون یکی دامیننت بود و همه چی داشت و آنر بازار بود، دیتا از همه بیشتر هم داشت و کجا اوپن ای اینقدر دیتا داشت که گوگل داره، مثلا تو مخیلش نمی‌کنی. ولی الان چه دیتایی جمع کرده دمش گرم. همین چتایی ما که آره. تو از چیزایی که توی چت جی پی تی میزنیم، ولی بس نره حاشیه، ولی هیچ وقت اون چیزا رو تو سرچ گوگل نمیزدیم، من اطلاعات نمیزنیم. آره عجب آره دیتایی آره. جمع کرد، عجب دیتایی، عجب دیتایی. آره مسعود، من یه چیزی که دوست دارم بهش اشاره کنی، بعد دوست دارم بحث رو یه قسمت دیگه هدایت بکنم. یه جا در مورد کامپیوتر گفتی، به نظرم اینم بد نیست یه مقدار در موردش بهش اشاره کنی، که گفتی خیلی خوب بد توسعه داده شد. در مورد مدار منطقی گفتی. ابزار هوش مصنوعی، خب تو خود کتاب کورزویل من میخوندم میگفت یه بحثش اینه که خیلی نگاه ریاضی داره و از موقعی که تمرکز رو NLP بیشتر بوده که ماشین بیاد از خود انسان هم یاد بگیره، یه ذره به کارکرد مغز خیلی نزدیکتر شده. اینم دوست داشتم یه اشاره‌ای بکنی الان هوش مصنوعی کجایه، یعنی نزدیک بودنش به مغز انسان و مدل تکاملش چقدر شبیهشه. ببین من یه تیکش رو متخصصش نیستم، ترجیح میدم صحبتامو اگه میکنم با نگاه اینکه یک نفری که علاقه‌مند به این حوزه آدمو گوش کنن، نه به عنوان یه آدمی که متخصصه با یک معرفت و فرزانگی مثلا داره به این نقطه رسید. ببین من برداشت خودمو بگم، اول اینکه برای اینکه بفهمیم کامپیوتر الان کجاست خیلی سخته، چون قدیم مثلا این تست تورینگ و اینا که زمان تورینگ بنده خدا مطرح کرد، تست عجیبی هم نیست، یعنی مثلا گفته که آقا من بتونم یه چیزی بذارم اون پشت که آدم نفهمه. حالا اون موقع بنده خدا گفت کلام چیزام میگه با من یه چیزی تایپ کنه برای من، مثلا من نفهمم که اون پشت ماشینه یا نه. و این خودش یه نکته داره و همه فکر میکنن که اون ماشینی که قرار جواب رو بده همه جواب رو باید درست بده، در صورتی که یه آدم همه جوابش درست نیست. من سوتی میدم، یه خطایی دارم، مکس میکنم، یه چیزی میخوام بگم یا نمیگم، یا اینتنشن مثلا اجندای اون پشت دارم، یا نیت چیزی دارم، یا اصلا نمیدونم چرت و پرت تحویل میدم. در واقع خطا کردن آگاهانه خفن ترین کاریه که میتونی واسه ماشین تعریف کنی و این خیلی نقطه باحالیه. اینه که البته الان این هالوسینیت میکنم، میگم ماشین چیز میگم همه هوش مصنوعی میگه که جواب دریوری میده که میخواد اقناعی جواب میده، میخواد یه چیزی بگه که فقط جواب داده باشه، بعد بهش میگی که اشتباه میگی خوش اسلام کنه. حالا برگردیم سراغ داستان. ما تست تورینگی نداریم الان، به نظر باید یه تستی طراحی بشه که کورزوئل تو کتابش گفته من یه تستی طراحی کردم که اون نقطه ماشین، ولی حدس قوی همه اینی که ما way past over the Turing test، یعنی خیلی گذشتیم از اون چیزی که اگه تو ذهنمون این بوده که تورینگ میگفته اگه یه ماشینی داشته باشیم که اینجوریه، مثلا رفتیم وارد عصر مثلا هوش مصنوعی برتر و اینا شدیم، از اون گذشتیم. ولی اون تست غلطه لزوما، نه متریکسی که مثلا دهه 60 که دهه مثلا 50 یکی گفته ملاک ما باشه، اون تست غلطه. خب تستای دیگه ای هست که مثلا قدرت پردازش رو چیز میکنن. من حس خودم اینه که متریکس ندارم الان بهت بگم، حس خودم اینه که با همون لایه های کلام ببینیم. ببین ما یه ANI داریم، Narrow Intelligence Artificial Narrow Intelligence، خب یه AGI داریم Artificial General Intelligence، یه ASI داریم که همون سوپر اینتلیجنس معروفه. نرو اینتلیجنس میگه چی؟ میگه که آقا من یک ماشین من بتونه، هوش ماشینی من بتونه تو اون مهارت خاصی، تو یک مهارت از بهترین آدم زنده دنیا یا از بهترین آدمی که قابل مقایسه باشه بهتر عمل کنه، از بهترین مثلا تایپیست ما مثلا چیز کنه، از بهترین دکتر مثلا بهترین دکتر مثلا رادیولوژی مثلا بهتر عکس فلانو مثلا تفسیر کنه، از بهترین مثلا شطرنج باز بهتر شطرنج بازی کنه، از بهترین بازیگر گو بهتر گو بازی کنه، بازی چینی. ما اونو ببین کورزوول میگه که 2029 ما تو ANI عبور میکنیم تا قبل از سال 2029 سالیه که ما هیچ کاری نیست که بشر بتونه بکنه و ماشینی بهتر از اون ماشین نباشه باشیم که از اون بهتر باشه، اصلا هیچ هم چیزی نیست. یعنی ما بهترین شاعر، بهترین موسیقیدان، یعنی اینایی که میزنم که مثالایی که فکر میکنن آقا اینا هیچ وقت نمیاد، اینا بهترین شاعر، بهترین موسیقیدان، بهترین طراح فرش، خب بهترین مثلا نمیدونم
هر چیزی که فکر کنید، بافنده فرش، همه اینا یه ماشینی هست که از بهترین آدم چیز میکنه. و اینم ببین، اینو بستش بده حالا بهترین شیمیدان، بهترین فیزیکدان، بهترین ریاضیدان، بهترین مثلا آسترولوژیست، بهترین مثلا هر کی، و اینها اگه جمع شه توی ماشینی که خب، چون ما انسانی نداریم که توی 1000 تا مهارت خفن باشه، که آدمای عجیب غریب داریم که مثلا یارو مثلا 10 تا انگار فوق لیسانس داره، 10 تا دکترا داره و یه مستری خاصی نسبت به آدمای عجیب غریب هستن دیگه. مثلا این آدمایی که هد مثلا پروگرام‌های فضایی آمریکا بودن توی دوره‌ای، اینا میگن اینجوری بودن، یه رو جمعی العلوم بوده مثلا دیگه طرف، ولی نیستن دیگه. ولی میگه ماشینی خواهیم داشت که میشه اون AGI، که همه اینا دیگه این کامپیوترها به هم دیگه کالکتیو اینتلیجنسشون به هم دیگه یه دقیقه از کپی کردنش کاری نداره، که همه بدن به یه ماشینی که اون ماشینه تو اون لحظه علم مثلا از تاریخ، از بهترین مورخ بهتر بدونه، نمیدونم از بهترین هنرمند هنر بهتر بفهمه و بتونه خلق کنه، اون میشه AGI. وقتی وارد عصر AGI بشیم یه سری اتفاقا میفته، ولی AGI داره راجبش صحبت میکنه، میگه که باز من همترازم با انسان، خب یک مجموعی داره یه چیز است که اون لول بعدی که سوپر اینتلیجنسه، که این خود این ماشینه با یک مسیرایی که اونم چند تا مسیر براش پیش بینی شده چند میلیون برابر قوی تر بهتر از خودش بشه، یا یه شبکه از خودش درست کنه، که اون میشه اون سوپر اینتلیجنسه، که یه تعبیر دیگه اون سینگولاریتیه. یعنی از لحظه که سوپر اینتلیجنس درست میشه تو سینگولاریتی داری عملا. از این ورقه با این تعریف نگاه کنیم، من میگم که با تعریف کورزویل ما 2029 میرسیم AGI. خب و AGI نقطه مهمیه، حالا تو خود کتابم خیلی بحث کرده راجع به این، به خاطر اینکه از اون لحظه به بعد همه چی دوباره با تعریف بشه. ما هنوز حذف نشدیم، انسان هنوز هست، هنوز قابل پیش بینیه، ولی همه چی دوباره با تعریف بشه. یعنی شغل، انسان، جایگاهش، روابط ما، مدرسه، بوجان، همه چی باید از اول تعریف بشه. نه اینکه بگیم که آقا مثلا این یه تیکش و پیچش عوض میکنیم، نه، همه این لگوها رو باید بریزی از اول، یه شکل دیگه درست کنیم که شبیه هیچ شکل قبلی نیست. حالا این از اون سوال مهماست دیگه، اون روز کی میتونه برنده باشه؟ کیه که بلده شکل دیگه ای درست کنه؟ یعنی اینکه ما همه تو ذهنمون مارک شده و این مدل‌ها خودشون رو به ما تحمیل کردن دیگه، ما هیچ جور دیگه بلد نیستیم مثلا آشپزی کنیم، آشپزی از ما گاز و فلان. مثلا اگه یه کسی بیاد بگی که مثلا من یه ظرفی درست کردم، مثلا کف دستم غذا درست میکنم، میخندم بهش. ببین کف دستم آش رشته درست میکنم. مثلا نه، کسی این کار نکنه. این اون کیه که آت آف باکس میتونه یه چیز دیگه ای بسازه برای اون دنیا؟ اون اتفاق اون آدم برنده میشه و همه بقیه اتفاقا نمیبرن. اگه نگم میبازن، ولی نمیبرن. برگردیم سراغ در واقع نکته که تو گفتی، من حسم یعنی نمیدونم نسبت به NLP الان کجاست، چون تست داره، من این تستا رو همه رو نمیدونم، مثلا فنیه بس قضیه. این اون بحثیم که اولش اشاره کردم که آقا مدل مدار منطقی و اینا مثلا چیزی ببین اشکالی نداشته، و میگم یک بهترین کار اشتباهی بوده که میتونستم کنم، چون هیچ کار دیگه نمیتونستم کنم. اینا از روز اول وقتی که کامپیوترم میساختن به مغز فکر میکردن، یعنی ماشین حسابای اولیه اون مکانیکیا، اونا میدونی که این انسان ضرب، یعنی اون چرخ دنده زیاد 1000 تا چرخ دنده داشته، 2 ضرب در نمیدونم 8 16 عین انسان الگوریتم میچیده. یعنی که ما مثلا چند مدل میزنیم، مثلا یا 8 دو تا بیاد روش 10 رو میذاریم کنار، باقی مونده چیه به اضافه این، اگه بیشتر از 10 بود دوباره 20 مثلا فلان. اون ولی مثلا ماشین حساب الکترونیکی یه جور دیگه حساب کنه. از روز اول ما می‌خواستیم مثل مغز چیزی درست کنیم، تمام تلاش ما این بوده که یه چیزی مثل مغز خلق کنیم که نمیتونستیم. یعنی ذات کامپیوتر که آقا A و B یه سی هست، اون جواب اونه، حالا اند و اورزور و فلان این داستانه بماند و این عملگرا، ولی کلا کامپیوتر انباشت نمی‌کرده یا تصمیم و رسوب نمیداده. ما تو مغزمون یه حالت هولیستیکی کوانتومی داریم رفتار میکنیم که اونو نمیتونستیم تو کامپیوتر پیاده کنیم، یه فرمولش نبوده، ریاضیشو نمیدونستیم. الان تازه مثلا دهه 90 به این ور که مثلا یه خورده ریاضیات کوانتومی و اینا مثلا یه تکونی خورد، میگن که حالا مثلا چیزه، الان این کامپیوتر کوانتومیا داره یه تیکش شبیه مغز عمل میکنه، یه تیکش، و هر کدوم از اینا یک سری جوابا رو به شما میدن. خب شما یه جایی پاسخ دترمینیستیک و مثلا جبرگرایانه و قطعی میخوای واسه مسئله‌ای،
باید با پی سی، با همین سی پی یو، مموری سی پی یو فعلی بری جلو، با این برنامه نویسی فعلی. یه جای پروبابلیستیک میخواد چیز کنی، حتما باید با کوانتوم کامپیوتر جوابتو بده. ولی یه جاهای این وسط هم هست که باید یه کسی بیاد یه ترکیبی درست کنه و این چیزه. الان نکته اینه که این من چند روز پیش تو کانالم یه چیزی هم گذاشتم از مارشال مکلوهان. مکلوهان یه جمله معروف داره، البته اون واسه رسانه اینو گفته بود، میگفت داره اول انسانا ابزار میسازن، بعد ابزارا انسان میسازن. خب یعنی تو یه چیزی کرییت میکنی، یه آدم نابغه، یه تیم خلاقی یه چیزی درست میکنی، از اینجا بعد اون به تو شکل میده. الان اون معماری قبلی کامپیوترها که تو دهه 60 و 70 بیشتر به خاطر پلن‌های نظامی و بحث فضایی و اینا مثلا شکل گرفته بوده، اصلا مدار مجتمع خروجی مثلا برنامه فضایی آمریکا بوده. خب اینا می‌خواستن مثلا یه دونه کامپیوتر مثلا 500 کیلویی بکنن، 10 کیلو که توی اون آپولو 11 جا بشه. و خروج الان عددا یه چیز دیگه بوده، همینجوری دارم مثال میزنم، نرم چک کنید این عدد، بعد یادم بیاد چه بود عددش. ولی اون مجبور شده اونو بکنه مثلا یه مدار مجتمع. خب حالا با اون تکنولوژی اون روز، الان کلی از اون زندگی اطراف ما بر اساس همون صفر و یکه شکل گرفته، در صورتی که میتونسته شکل دیگه ای باشه ولی ما تکنولوژیشو نداشتیم، یا مثلا ما اون مستری و تسلط رو به ابزارا نداشتیم که یه چیز دیگه خلق کنیم، یعنی کامپیوتر کوانتومی رو درست کنیم مثلا دهه 60. فلزا جمع‌بندی بخوام بکنم این تیکه رو، اگه ما کاری کردیم توی کامپیوتر، اون الان ما رو شکل، ما الان جور دیگه نمیتونیم بعضی جا کار کنیم. یعنی از این مودمی که رو میز منه، از این مانیتور من، از این ابزارهای سنسورایی که توی محیط اطرافته، همه داره چیز و تو خودت با این تطبیق دادی. اون ماشینه است که توله است که تو رو شکل، طول منظور ابزاره، توله حیوان منظور اون ابزاره که تو رو در واقع شکل داده الان. و این خیلی مهمه. میگم حالا اون جمله که مارشال مکلوهان گفت، من حالا دقیق جمله شدم نمیاد، ولی میگفت که چه در قدیم چه الان ما سکس ارگان ماشیناییم. یعنی که ما همیشه انگار که زاد و ولد ما ابزاریه واسه اینکه ماشینای بهتری هر روز خلق بشه، انگار که ما در خدمت ماشینیم همیشه. یعنی که نگاه فلسفی جذابیه دیگه. در نهایت هم اون تصمیم میگیره که در قول معروف 30-40 سال دیگه که ما باید چیکار کنیم. ولی این نگاه منه، نمیدونم چقدر درسته یا غلطه، زمان ثابت میکنه. ولی اون 2029 رو خیلی بهش مطمئنم. مز اطلاع صدها عدد گفته شده راجع به این. خب تنها کسی که حرفش عوض نکرده همچنان کورزووله. یعنی از 2027 الان آدما دارن میگن، مثلا یه جای ایلان ماسک گفته 2027 اون ای جی آی اتفاق میفته، یه جای یکی دیگه گفته 2035، یکی دیگه گفته 2070، یکی دیگه گفته اصلا نمیشه. تضاد چیزی داره، مفهومی داره اصلا این جمله، که ما نمیتونیم مثلا یه چیزی مثل این درست کنیم. یکی دیگه میگه آقا مثلا 2000 مثلا 40 میشه. ولی تنها کسی که حرفش عوض نکرده و اولین نفر این بوده که این حرفو زده و درست حسابی مثلا صورت بندی کرده، کورزا میگه اما همچنان حرفش رو همون 2029 هست. و این سرریزای دیگه هم داره دیگه. دقت کن که تا ببین تست تورینگ خب لحظه نداره که بگه از این لحظه به بعد دیگه ماشین تست اتفاق میفته. یعنی تو یه لحظه ای نداری که AGI بیاد یه از این لحظه در لابراتوار مثلا چه میدونم فلان گوگل ما AGI میاد. خب یعنی یه نقطه نیستش. ما امکان داره یک نقطه رو به صورت نمادین انتخاب کنیم، بگیم 2 فوریه مثلا 2021 که مثلا 2022 که چت جی پی تی ریلیز شد، نقطه مثلا یه چیزی بوده، انتخاب میکنیم. ولی اونجا که خلق نشده، با 2 سال داشته چیز بوده. ما اون دوستامون که اوپن ای بودن یه چیزایی تعریف میکردن برام، حالا همه رو برام نمیگفتن، ولی یه چیزایی تعریف میکردن که دارن خودشون گرخیدن که مثلا چیا داریم. یعنی من عطف میزنم که مثلا حالا جالب بود، بس نره حاشیه، ولی این جالب بود که مثلا من یه آدمی که فاندر یه استارتاپ دیگه ایه، خب حوزه آموزش، سخنرانی اون، یعنی مثلا باش صحبت هم کردیم، مثلا اون میگفته که آقا من یه چیزی به من دادن، یه API مثلا یه سال قبلش من اوپن ای بهش داده، یه API بهم داده بودن که آقا هر چی میپرسیدم جواب میداد فلان میکرد. بس این بوده قبلا.
یعنی که یه سال قبلش هم بوده، ولی اون لحظه‌ای که نمود داره ما انتخاب میکنیم که از این لحظه 2 فوریه مثلا این محصول ریلیز شد، دنیا عوض شد. اونم من نمیدونم کیه روزشی، ولی من به مستندات و مشاهداتی که آقای کورزوول میگه اعتقاد دارم، فکر میکنم که حدسش خیلی دقیقه، زودتر میشه که دیرتر نمیشه. اینم اگه میخوای من یه چیزی اضافه کنم، یعنی امکان داره 2028 بشه، 2027 هم بشه، ولی 2030 نمیشه، حتما همون نمیشه. 2029. من دوست دارم مسعود، خیلی تو جذاب صحبت میکنی، جای یه موضوع، دو تا موضوع دیگه به ذهنم رسید. موضوع دومش یادم رفت. نه الان یادم میاد، ولی دوست دارم یه ذره در مورد این صحبت کنی که یعنی بریم تو فضای صنعت، یعنی یه ذره دیتای ما از صنعت هم دوست دارم زیاد بشه. هر از گاهی یه خبرهایی میخونیم فلان تکنولوژی اومده، ولی گاهی وقتا چون اینقدر نمیریم سورسشون هم چک کنیم خیلی مطمئن، یعنی نمیدونم خود من الان صنعت هوش مصنوعی یا ربات ها، الان میدونیم همین الان که داریم صحبت میکنیم کلی پروداکت داره روش کار میشه، کلی داره خلق میشه و خیلی زیادن و همه بیزینس ها هم دارن تلاش میکنن که اتفاق رخ بده. الان صنعت، حالا بگم اصلا تو حوزه کلا بیزینس و صنعت این حوزه، الان چه از بعد سافت‌ور چه از بعد هاردور الان کجاییم؟ یعنی همین الان که داریم صحبت میکنیم 2024 که اواسطشیم، نزدیک اواخرشیم، کجای کاریم؟ یه ذره دیتا داری بهمون بدی؟ ببین واقعا خب همه چی که آدم نمیدونه، بعد هر صنعتی عمیق میشی هزار تا جزئیات و اینا داره توش که اصلا ما کار ما، یعنی یا آدم هم حتی نیست دیگه، مثلا اگه بود که مثلا چیز بودیم دیگه، آدم خطرناکی بودم اونجوری. ولی من حدس خودم اینه که ببین یه نکته وجود داره. ببین از پتانسیل های AI اونجوری که همه فکر میکردن استفاده نمیشه، ولی این مکانیزم فنری داره فنر جمع میشه. ببین یه نکته وجود داره، بیا من چیز شد، لزوما هر جا که تو یک منفعت اقتصادی ایجاد میکنی، رفتار برای ماکسیمایز کردن اون منفعت شکل نمیگیره. یعنی مثلا اگه من یه تکنولوژی به تو بدم که بگم محمد، مثال میگم تو مدرسه، حالا تو خودت همه کار تو یه نفری میکنی، مثال خوبی نبود، بگم مثلا یه محمد دیگه پریمی مثلا هستش که 100 نفر آدم همراهش داره، با اون 100 نفر داره مثلا یه کارخونه چوببری داره. بگم که آقا توی تو کارخونه چوببریت من یه تکنولوژی بهت میدم که تو مثلا داری به اینا مثلا ماهی 1 میلیارد تومان حقوق میدی، بهم ماهی 100 تومان بده، من همه اینا رو بذارم. خب این آدم احتمال زیادی داره بگه نه، خب منفعت اقتصادی رو نمیاد فدا کنه، بگه من 1000 نفر رو نون بندازم. یه ارزشای دیگه ای اون تو هست که مانع از اون میشه این دیفیوز بشه یا ایمپلیمنت بشه اون فناوری اون تو، فارغ از موانع معمولی که در پیاده سازی مثلا سولوشن های جدید همیشه تو همه جا هست. مقاومت میکنن مثلا، همیشه مثلا نقطه مقابلش ما میسن و هزار تا داستان دیگه، یعنی همراهی نمیکنن، دیتا نمیدن و از این هم. در همه صنایع من دارم همین رفتار رو میبینم. ولی اینم بهت بگم یه تاریخ صنعت همه جا، تاریخ مثلا توسعه فناوری همه جا این نشون داده، این اول این مرزه جایی میشکنه به کمک این نراتیوی. یعنی کافیه یک کارخونه چوببری در مثلا شمال چه میدونم مثلا بوتان بیاد یه گزارشی ازش تهیه بشه، بگه که آقا من همه اینا رو گذاشتم کنار، با یه دونه هوش مصنوعی، با یه دونه ربات کار 100 نفر رو دارم میکنم. یا اینکه یه خبری بیاد بیرون مثلا در بیمارستان فلان در مثلا نمیدونم شمال مثلا نیوزلند، پیاده سازی این باعث شد که چیز کنه، یه اتفاقی بیفته. اونجا اون مرز ذهنی و مانع ذهنیه میشکنه توی ذهن سهامدار و آدمی که عملیات تصمیم با اونه، مدیر عامل، که آقا من دیگه تسلیم میشم، یه سری ارزشامو یا مثلا مقاومتام میذارم کنار و اینو میکنم. توی هوش مصنوعی ما قصه روایت و نراتیو و قصه خوب کم داریم الان، خب ولی وجود داره. باید یه کسی برن سراغش و بگن که آقا
الان تو میتونی واقعا مثلا، نه حالا ما مثال خودمون کارگرا اینا میذاریم که منظور این نیست. من البته خودم آدمم که خیلی میگم که اتفاقا آدم‌ها بیکار شدن به سوال زندگیمون، بابا این کارا چیه ما میکنیم، مثلا شأن وهن انسان. واقعا من دلم میسوزه برای انسان که 90% کارهایی که شاید بشر میکنه، درصد که میگم 83%، چرا 91%، نه چرا 89%، نه نمیدونم، همین 90% همینجوری دارم میگم. بخش بزرگی که از کارهایی که انسان میکنه وهن انسانه. خب ما زاده شدیم برای خلاقیت، ما اومدیم که مثلا این ظرفیت مغزمون توی لایه دیگه چیزا آورسی کار تکراری، این پیچر صفر کنه، این عصر جدید چارلی چاپلین و اینا. 90% کارامون همینه. حالا اون همین میگه نه اون آچاره که دست من نیست، نه آدم داری نشستی تو اینجا داری یه اکسل کلیک میکنی، نمیدونم کامپیوتر فکر کن کد داری میزنی، یه کار بزرگی داری میکنی. نه اینجوری نیستش دیگه. وهن انسان خیلی از اینا به نظر من، یعنی حیفه. وهن اگه میگم ناظر به یک ارزش نمیدونم بزرگی، نه حیف آدم. حالا برگردیم سراغ داستان. ما روایت هایی که این جریان رو درست کنه کم داریم. توی بعضی صنعت ها این روایت راحت شکل گرفته و جلو رفته، دیفیوز شده، داره کارشو میکنه هوش مصنوعی. توی بعضی جا یه قصه خوب امکان داره بشکونه داستانو. خب و هنرمند قصه های خوب خیلی هم نیستن. دقت کن مثلا روایتگری، مثلا اپل از نظر من تاپ آف د ورد، اصلا یه لایه از مارکتینگ و یه لایه از اصلا داری توی سیاره دیگه ایه. اصلا خنده داریم، همه کنار اپل خنده دارن، یعنی همه مسخره این سیب زمینی میمونیم. مثلا اینگو که مثلا یارو چی میگم مثلا وودی آلن یه بار گفته بود که آقاش گفتن که مثلا خوش تیپ ترین کیه، گفت این لعنتی براد پیت کنارش وایساده، گفت این براد پیت. همه ما جلوی این شکل سیب زمینی. خب واقعا الان همه ما جلوی مثلا اپل خنده داریم. مثلا یه کار دیگه ای میکنه، اصلا یه چیز دیگه معجزه میکنه به نظر من، اصلا یه سیاره دیگه. باید منتظر بشیم. مثلا من خیلی ناراحتم که اپل تو ای آی بازیگر بزرگی نیست. اگه بود دیفیوز شدنش توی اون کارخونه مثلا آلومینیوم هم مثلا انجام شده بود تا حالا. اگه اپل طلایه دار بود، پیشاهنگ بود، پرچم دار بود. چرا؟ چون یه چیزی میدونه که اینا نمیدونن، بقیه نمیدونن. یه اکوسیستمی داره که توش هیچ کاری میکنه که هیچ کس دیگه تو دنیا نمیتونه بکنه، اصلا نزدیک هم نیست بهش تو هیچ صنعتی. ها الان میگیم مثلا یکی تو صنعت شکلات، یا یکی تو سیگار یه کاری میکنه، نمیدونم، هیچ کی نزدیک هم نیست. برگردیم سراغ داستان. کجای بازی هستیم؟ از نظر من در لحظه انفجاریم. از نظر من همین الان با همین وضعیت فعلی که مدل‌های فعلی دارن، خیلی از کارها قابل حذفه، خیلی از اپتیمایزیشن قابل انجامه. خیلی که بهت میگم، یعنی من و تو همین الان با هم بشینیم دونه دونه از تک تک بچه‌ها بپرسیم پدرت چیکاره، از خودت چیکاره ای، همینجا 100 تا سولوشن در میاریم. خب یعنی به ذهنمون میرسه که یه کاری بکنیم، حالا بیزنس مدلش باید فیت بشه و هزینه فایده بکنیم و اینا. ولی کلا میخوام بگم که منتظر قصه ها باش. یعنی یه قصه ای بیاد که مثلا یک بچه‌ای، یه تیم کوچیکی، یه شرکت بزرگی یه کاری کرد، مثلا یوهی 100 سال تو یه روز رفت. یه ماه و نیم پیش بود یه نمایشگاه خیلی مهمی اینجا برگزار شد. من رفته بودم، لندن ای آی سامیت بود. توش یونیلیور اومده بود. مزه اطلاع یونیلیور یکی از داره سرمایه‌گذاری سنگین روی کوانتوم کامپیوتینگ داره میکنه. مثلا یونیلیور چیکار داره به این حالا؟ بعد صحبتاشون باحاله. طرف گفتش که ما یونیلیور خروجی آرندیش یه چیز عظیمیه، یه دو تاش میشه محصول، بقیه‌اش خب میذاره یه گوشه، نه پتنت میکنه نه جای میذاره اون تو لایک پوشاش. کار عظیمی انجام میشه تو آرندی شرکتی مثل یونیلیور، عظیمه. این گفت ما از 1912 که تأسیس شدیم تا الان نمیدونم یه عدد بزرگ، مثلا میگم مثلا 200 ترابایت داکیومنت فنی داریم. خب و نمیدونستیم باش چیکار کنیم. یونیلیور میگه من نمیدونستم چیکار کنم. بعد رفته بوده و میدونسته این جواهره، رفته یه کنسرسیومی درست کرده، مایکروسافت آورده، 3 4 تا شرکت دیگه آورده، 10 تا شرکت بوده، 10 تا 11 تا شرکت که آقا روی کرد. ببین میخوام بهت بگم که این از اون نراتیو است که یه 6 ماه دیگه یه صداش در میاد. گفته که آیا شرکت مشاوری که مثلا مایکروسافتی، من قدیم میومدم سراغ تو میگفتم این اپتیمایزیشن رو مثلا توی زنجیره تامینم نیاز دارم، این بهبود رو در فلان کار نیاز دارم، سوال میکردم تو به من جواب میدادی. الان بیا نگاه کن، این توی یه سری سوال خودت در بیار، بعد خودمون دوتایی با هم میگردیم جوابش پیدا میکنیم. یعنی میفهمی یه سری سوال اون توه، خب تو اون دیتا هست. این اپروچ عجیبیه، اپروچ
خیلی متعالیه. حالا این بنده خدا این که در یک سازمان بزرگ کورپوریت همچین شعوری کسی برسه اصلا یه چیز جالب. حالا اینو من بگم، مثلا با خانومه که صحبت می‌کردم گفتم خب حالا یه سر شیلنگم بدید، ما اینجا مثلا یه تیمی هستیم یه کاری کنیم. خب برو حاجی، مثلا اون مایکروسافتی هم که میاد اینجا لپتاپ با خودش نمیاره، لپتاپ ما رو میشینه کار میکنه که چیز، یعنی سیستم بهش نمیدیم. و اونا میفهمن که واسه اون ترازی که میخوان اپتیمایز کنن تو مقیاس جهانی کوانتوم کامپیوتر میخوان و دارن اینوست میکنن و چیز میکنن. چرا اینو گفتم؟ یهو 6 ماه دیگه یه قصه میاد بیرون که یه کاری که 10 سال طول میکشیده تو یه روز انجام شده. اوردر اتفاقام اینو، اوردر اتفاقام یه کاری که در 10 سال انجام شد 9 سال و 3 ماه انجام شده، یهو میگه تو یه روز من انجامش دادم. که ما داریم بعضی مستاقاشو میبینیم خب، ولی یارو قدرت مسعود باید. ببخشید، من همین مصداقا میخوام بگم الان روایتی داری که خوب روایت شده باشه و بخوای شیر کنی، به خصوص اینکه یه چیز بگم که ما خیلی از دنیای سافتور رو بهتر درک میکنیم تا اونجا که هاردور، منظورم رباته، هم اضافه بشه. این رو خیلی درکی نسبتش نداریم، فهمی نداریم، بیشتر کلیپ دیدیم تا واقعیت. روایتی از یعنی میخوام بگم که ذهن من اینجوری واسه خودش تصویر سازی یا روایتگری یا فهم مسئله میکنه. میگه اگه فلان ربات که به فلان سافر هم مجهزه بتونه فلان کارو بکنه، پس ما الان اینقدر جلوییم. یعنی ذهن من اینجوریه که وقتی سافتور با یه هاردوری کامپتیبل بشه و خوب کار کنه، یعنی این صنعت داره خوب میچرخه. مشکلی که الان ما داریم خیلی وقتا اینه دیگه. روایتی این مدلی هم داری که بخوای چند تا بگی؟ ببین یه مسیری رو با هم بریم، بعد تو خودش الان یه سری جوابش هست. من یادم 2 سال پیش بود. آره 2 سال پیش بود، اینجا توی دانشگاهی یه دعوت کرده بودم مثلا صحبتی با چند نفر بکنیم و اینا سری پروژه‌ای. بعد طرف گفتش که آقا مثلا مهمترین اتفاق 2024 چیه از نظر تو مثلا که اتفاق میاد؟ من خیلی محکم گفتم آقا هیومنوید، ربات هیومنوید بایپدال خب مهمترین اتفاق 2024 میشه. کی؟ 2 سال پیش. حالا با یه دلیلی داشت، دلیل رو الان یه خورده باز کنیم و اینکه چیز کنیم. ببین سیر تطور رو ببین. تو الان ماشین خودران یه چیز عمومی شده، خودرانی تو لول 3 تقریبا راحت کلی از ماشینا دارن. تو لول 2 1 اصلا همین ماشینه که تو ایران هم هست من اینجوری که میبینم دارن یه چیزایی. لول 3 فراوون، لول 4 ولی لول 5 هنوز نیومده. لول 5 یعنی کلا زیر ساختم باید آپدیت بشه، یعنی همه چی با هم حرف بزنه. مثلا ماشینی که 1 کیلومتر جلوتر یه چاله رد شده به اون ماشینی که 2 کیلومتر عقب‌تره بگه، به اون چراغ راهنمایی بگه که اون پشت نمیدونم فلانی بوده، با هم همه صحبت کنن. یعنی ام تو ام و اینا، ویکل تو ویکل و اینا با چیز بشه، لایو دیتا از ماهواره بیاد، نمیدونم دیتا از هواشناسی و هزار تا چیز باید کامباین بشه که اون دیگه لول 5 بشه. حالا من کاری اونم. همه فکر میکنن که آقا از وقتی مثلا تسلا اومد و نمیدونم فلان خودرانی یه جونی گرفت، راستن میگن. ولی خودرانی 98 هم بوده از اطلاع. خب سال 98 1998 منظور 98 چیز 1998 تو معادن استرالیا کامیونای چیز خودران بودن. فاصله کامیون تا پروسسینگ یونیتی که مثلا بوده اونجا مثلا 10 کیلومتر بوده. اون وسط هم بیابون بوده، آدم رد نمیشده، تهش 4 تا مارمولک و اینا له میشدن دیگه. مثلا کامیون روی رادار حرکت میکرده، یه مسیری پیش بینی شده برمیگشته، راننده هم نداشته، چون تو اون گرما با قوانین کار تناقض داشته. میخواستم پول بیمه کمتری بدن، اون معدنیه گفت یه چیزی گفت یارو من 98 ما کامیون خودران داشتیم تو دنیا، داشته کارشو میکرده، اما کامیون ما چشم نداشته. خب ماشین ویژن در واقع یه خدمتی که کرده، چشم داده به ماشینا، واقعا چشم داده، یعنی که کمک کرد بفهمم محیطو. قبل از اون ماشین نمیفهمید محیطو، باید با رادار و هزار تا چیز، بعدم پروسسینگ پاوری نداشت که اینو چیز کنه، قدرت پردازشی نداشت که اینو بفهمه. الان اصلا ترند اینه دیگه، دعوای خودرانی یه دعوای بزرگ توش داریم که همه میگن نمیدونم من رادار و لیدار رو نمیدونم دوربین و فلان اینا رو میذارم روی این فیوژن اینا مثلا یه کاری میکنم،
ایلان ماسک سور وایستاده، خیلی سفت و سخت وایستاده، گفته من فقط با دوربین میخوام هندل کنم. عین یک انسان که چیز میکنه. البته اونم حالا خیلی دیگه هارش داره میگه دیگه، احتمالاً رادار و اینا هم یه کارایی میکنن برای ماشین. anyway بگذاریم از این. پس ببین یک اتفاقی داره میفته، ولی یک لحظه ای اون چیزه میشه که ماشینا میره که چجوری خودران شدن تسلا. یه شب فرمورشون آپدیت شده همه با هم، یعنی خودرانی اینا تو اینا بوده که فرمون کنترل بشه، پدال گاز فلان اینا. یه شب دیپلوی کرده کد اونجا زده، ماشینا صبح که اومده پرامپت اومده که از امروز این فیچر فعاله، دوست داری استفاده کنی یا نه. یعنی آپدیت فرمور بوده براشون. و این کالکتیو اینتلیجنس اونجا خیلی معنی داشته. می‌بینی که ماشینا هر شب مثلا هر چند وقت یه بار دیتاشون جمع می‌شده، دوباره ریترین می‌شده دیتاه. واسه همینه که بهترینه تو دنیا خودرانیش، تا حد خیلی زیاد. ویمو اینا خیلی بهتره. چرا؟ چون داره چند میلیارد کیلومتر تا حالا مثلا دیتا پیمایش داده‌ای داشته و جمع شده، داره ترین میشه، ریترین میشه. این کالکتیو یادت باشه. حالا بریم سراغ چرا میگم هیومنید بای. ببین مشکل رباتیک خب یه بحثی بودش که مثلا یه دو تا رویکرد خیلی مهم داشتن دیگه. به شما میگفتن یه ربات درست کن، مثلا من دارم چه میدونم مثلا بره تو آشپزخونه آشپزی کنه. خب دو تا اپروچ داشتی. یک آشپزخونه رباتیک درست کنی، مثل این چیزی که تو سی اس مثلا سامسونگ دو سه سال نشون میده که یه آشپزخونه‌ای که ربات از اون بالا میاد پایین، فقط دو تا دسته یا دو تا مثلا در واقع ابزار مداخله گره. اون یه کاری میکنه. آشپزخونه رباتیک داری، اینگریدینت ها رو باید پر کنی توی مخزن ها فلان. یه راهکار دیگه اینه که یه رباتی درست کنی بره آشپزی کنه. دوم یه نمیشده خب، ولی خیلی به صرفه بوده. نمیشده به خاطر اینکه یک حرکت و اینا مسئله بوده. حالا حرکت و تعادل اینا رو خیلی وقت حل کردن. مسئله حرکت و اینا حل شده. مثلا دست خیلی مهمه دیگه تو ربات. الان من اون روز داشتم تا که چیزو گوش میدادم، همین ایلان ماسک با لکس فریدمن همین 2 هفته پیش بود اگه اشتباه نکنم، میگفت نصف کار مهندسی که ما روی این ربات چیزمون داریم انجام میدیم، اسم رباتش هم یادم رفت، روی این ربات داریم انجام میدیم روی دستشه. این دست لامصب انسان، این شسته و اینا یه چیز عجیبه. این 5 تا انگشته خیلی چیز جالبه. حالا اونو بذاریم کنار. اینا حل شده بود. مسئله فهمیدن بود و دیدن که از 2015 اینا حل شده قضیهش. مسئله دومی بودش که در یک ساختار چیز بتونه یاد بگیره. الان این مدلایی که زیرو شات و فیو شات و اینا مثلا دارن کار میکنن، این شکلیه که واقعا ربات رو میفرستن تو کارخونه، یه روز کارگر کارخونه رو نگاه میکنه، از فردا با مثلا 20% پرفورمنس اون میتونه کار کنه. و یه کاره عجیبی، دوخت و دوز ببین یه چیز اصلا کابوس ای آیه. چون پارچه دریپ داره، پارچه خم میشه فلان، با هیچ متریال دیگه شبیه نیست و یه حساسیتایی داره. من دیدم برای دوزندگی و اینا مثلا یونیتری و اینا مثلا دارن کار میکنن. حالا این چه اتفاقی میندازه؟ اون رویکرد دومه رو فعال کرده. تمام آنچه که در دنیای ماست برای ارگونومی بدن انسان ساخته شده. خب حالا کوتا من یه خونه ای درست کنم که اینیبل باشه، آشپزخونه‌اش رباتیک باشه. راحت تر نیست که یه رباتی بیارم که با همین کانتر من و با همین گاز من و با همین چه میدونم کابینت های من دستش تا اون بالا برسه، همقدر من باشه. من مثلا میگفتم هیومنوید بای پدال، نه تازه چرخ دار. بای پدال به خاطر اینکه ما خونه‌مون برای دو تا پا، برای آدمی که دو تا پا داره طراحی شده، نه برای آدم 8 پا و فلان. یعنی چیز میکنه. بعد این کالکتیو اینتلیجنس اینجا کمک میکنه. من رباتمو یاد میدم آشپزی کنه، از من یاد میگیره آشپزی. یه چیزی هم بیلتین حالا تو خودش داره. همین ربات رو یکی دیگه برده نمیدونم باغچه با بزرگش رو بیل بزنه، گلکاری کنه. اینا شب میتونن به هم دیگه منتقل کنن دیتاشونو. خب دقت کن، شب ما با هم سینک میکنیم. این از امروز اون هم میتونه آشپزی کنه هم گلکاری، این یکی خونه منم هم میتونه گلکاری کنه هم آشپزی. خب بعد این 6 ماه دیگه چی میشه؟ 1 سال دیگه چی میشه؟ راجب مسعود من همینجا میخوام بگو. آره بگو. حالا من سوالام میگم، امیدوارم که رشته کلام از ذهنت نپره. من میخوام میگم الان این رباته رو، یعنی همین ربات آشپز رو دارین؟ کسی هست که این رو داره به صورت مس مارکت تولید میکنه؟ آیا تو خونه الان هست؟ من کجا میتونم بخرم؟ یعنی میخوام میگم این کلیپ هایی که ما میبینیم، من نمیدونم این کلیپ یا واقعی چه دیتایی داره یه ذره ما رو هم شفاف در.
ببین الان تقریبا هول و هوش 12 تا شرکت هستن که روی کاغذ، من عددی که تو ذهنمه 1,000,000. خب 1,000,000 یونیت میتونن در سال تولید کنن روی کاغذ. خب و این خیلی عدد بزرگیه. میگن که تو همون اندازه الان ما چند تا آدم رو کره زمین؟ 8 میلیاردیم. 8 میلیارد آدم 1,150,000,000 1,200,000,000 ماشین دارن. خب میگن اندازه ماشینا ربات خواهیم داشت تا مثلا 10 سال آینده، مثلا 8 سال آینده اینا. و اون چیزی که دارید میبینید، خب مثلا اینایی که خیلی شاخصن توش، مثلا همین ربات تسلا که اسمش یادم رفت، یعنی که داره تولید میکنه، اسم جالبی هم داره، حضور ذهن ندارم، یونیتری یا مثلا این شرکت های دیگه، اینا هست و به زودی میاد تو بازار. یه دو تا مسئله داره که نیومده تو بازار. یک پرایسینگه. خب قیمت اینا گرونه هنوز، خب با وضعیت فعلی. اینجوری ببین که بین مثلا 20 تا 50 هزار دلار قیمتشونه و 20 تا 50 هزار قیمت زیادیه. نکته مهم اینه که اینا میخوان دارن مثلا این مسئله رو جلو میبرن. اینم مثل یه ماشین، مثلا حالا تو ایران از این وهیکلای مالی نداریم، ولی اینجا مثلا خیلی فراهمه دیگه، مثلا لیز بکنن اینو، تو ماهی مثلا 300 تا بدی اجاره کنی انگار این ربات رو. و این مسیر داره جلو میره. فقط نکتهش اینه که اینا همه هست، یعنی همه داره کار میکنه و آدما مثلا میگم توی کره جنوبی مثلا بردن گذاشتن توی خطی داره کار میکنه، توی چه میدونم توی خود کارخونه تسلا که البته اصلا آدم اونجا چیز نداره، اونجا گذاشتن داره کار میکنه. مستاقای کارکرداش فراوونه. دو تا مسئله داره دیگه، اینا همشون روی کرده مارکتینگی، نگرانن چجوری اینو به بازار عرضه کنن. خب همیشه تو ذهنت هدست های وی آر رو بیار. خب هدست های وی آر از 2012 13 بوده. حالا این اپل ویژن پرو یه تکونی داد، ولی حالا مثلا البته کوست هم تا حالا 30 میلیون فروخته، اوورالی 30 میلیون یونیت فروخته، ولی خیلی ریسکیه. مارکتینگ این مارکتینگ خاصیه، تو رباتو چجوری میتونه، ولی روی کاغذ اون چیزی که من میدونم، اون چیزی که من دارم میبینم، هر آن چیزی که تقریبا یک انسان میتونه انجام بده رو اینا میتونن انجام بدن. دوستانی که نوشت اپتیموس، اپتیموس جن تو جنریشن توش دیگه، سپر زحمت کشید محبت کرد. میخوام بگم که این از نظر من الان هست دو تا مسئلهش حل باید بشه. یکی این که بانک‌ها و نهادهای مالی اون لیزینگر رو انجام بدن براش، که انجام میشه بالقوه. دوم این که هیچکی به قطعیت نرسه روش مارکتینگ درستش چیه، که نمیخوان توی تله بیفتن که مثلا میگه که تو بازار بعضی اوقات هستش که مثلا وینر تکسیدال و از این حرفا میگن اون که اول بیاد و اینا اون برنده میشه، ولی اکثر موارد اولین نفر به خاک سیاه میشینه. میگن نفر دومم نمیبره، نفر سوم میبره، چون اینا هی میافتن تو اون پیتوالا و توی چاله چوله ها. بعد اون نفر سوم اشتباه اینا رو میبینه، از این لا اینا رد میشه، مثلا خودش رو میرسونه به مقصد. من فکر کنم همه نگران چیزم، وگرنه روی کاغذ شما رباتی داری که من الان بیارم تو آشپزخونه بگم وضعیت مطلوب در همین حد بهش همه کشوها رو نشون بدم، همه کابینت ها نشون بگم این آشپزخونه تمیزه نظر من. خب و وقتی من میرم بیرون برگردم تمیز باشه و اون وضعیت مطلوب رو که بفهمه، همه چی به سمت اون وضعیت مطلوب میتونه جلو ببره. اینا حالا هزار تا بحث دیگه اینجا پیش میاد و اینا که بماند، ولی برگردم به سوال تو، از نظر من امسال سال طلایی اتفاقا برای اینا، ولی روایت خوبش هنوز کسی جنریت نکرده درستشو، وگرنه هست، داره تو کارخونه ها کار میکنه، داره چینیا یه چند تاشون خیلی کارهای باحالی دارن میکنن، ولی اونا حالا معلومه که به کجا. من کلا هر چی که چین توسعه میده نگرانی، من نگران میشم بیشتر از خوشحال بشم. حالا اونم بالاخره اونم انسانن، یه بخشی از توسعه انسان جهانی، ما خوشحال میشم ولی یه خورم نگران میشم. ولی برگردیم سراغ داستان. مستاق زیاده. ببین الان خیلی اوقات میگم اون نقطه رو کسی نمیاد قصهشو بنویسه. الان همین که ما همه امروز زنده ایم و غذا داریم میخوریم معجزه است. ببین اگه مدلایی که روی غذا اینا کشاورزی کار میکردن دهه 60 یک کتاب نوشته بود اواخر دهه 70 غذا تموم میشه تو دنیا، مثلا نداریم انقدر کشاورزی تو دنیا که مثلا
ظرفیت کشاورزی دنیا اینقدری نیست که غذا بده مثلا 3 میلیارد آدمو. بعد تو حسابش بکن این که مثلا 8 میلیارد نفر آدم، حالا بخش 600 700 میلیون نفر آب ندارن دیگه اگه حساب کنیم، 1 میلیارد نفرم نوتریشن امریکن لول دریافت نمیکنن. اونو بزنیم کنار یه تیکه لحظه، ما ان تلاش بکنیم اونو بهتر کنیم، ولی بقیه این که همه چی هست و تو فقط شاید قدرت تحصیلش رو نداشته باشی، یعنی پولش رو نداشته باشی بدی، ولی هست. این معجزه است. این معجزه کسی مترش نکرده بگه از این لحظه به بعد مثلا ذرت همه جای دنیا هست. اون معجزه کشاورزی، اون معجزه جی ام او هست، اون معجزه مثلا فاین اگریکالچر، نمیدونم هزار تا کار دیگه که تو اون اتفاق افتاده. توی این حوزه هم ای آی دیفیوز شده، داره یه سری کارا میکنه خیلی جا، ولی کسی نمیاد قصه رو درست کنه که چیز کنه. الان خود همین کشاورزی تو کشور صنعتی تو حسابشو بکن، ریموت سنسینگ و با ای آی و اینا، سنجش از دور و اینا، چقدر ماهواره اینا داره کمک میکنه واسه کارهای مختلف. هزاران پلتفرم هم هست که کارهای عجیبی هم دارن میکنن. توی دامداری 1000 تا کار ملت دارن با ای آی میکنن، ولی خب صداش در نمیاد، یعنی کسی اون نراتیو رو درست نمیکنه به هر دلیل. توی فینتک و به طور خاص حالا موضوعی که مثلا بیشترین ارزش تو فینتک رو کاغذ میتونه در بیاد. من چند روز پیش یه گزارشی میدادم، میخوندم و با بچه شیر کردم، 7 تریلیون دلار تا 2030 فقط جی دی پی بخش فینتک قرار رشد کنه توی آمریکا فقط. دقیق 7 تریلیون دلار. الان کل مارکت انرژی تو دنیا 7 تریلیون دلار اگه حس میخواد پیدا کنی، فقط پرفورمنس فینتکه، یعنی کل مثلا بانک، پرداخت، بیمه و هزار تا چیز دیگه که توی در واقع فاینانشال تکنولوژی میتونی تصور کنی و الان داره استفاده میشه با کل این اسکورینگ، کردیت اسکورینگ، کلی چیزای دیگه، هی هر روز داره بهبود پیدا میکنه. کسی اینو نمیزنه که این نقطه مال ای آی بوده این بوده. همه منتظر معجزه‌ان، در صورتی که معجزه هر روز داره کنارشون اتفاق میفته ولی بلد نیستن ببیننش. برگردم سراغ رباته که ببندم بحث رباتو، به نظر من یه کسی قصه خوب و عجیب امسال میگه بهتون، به نظر من امکان داره الان نگه بگه کوارتر اول 2025 بگه، ولی راجع به ربات‌ها میگه که اون مرز رو میشکونه. احتمالش هم هست همین تسلا باشه، یعنی بالقوه از هیاهو و این دیگه بالاخره ساختار برندینگی که ایلان ماسک و اینا داره، حدس قوی اینه که اینه. ولی خب شاید هم یکی دیگه چیز یده بیزای رو کنه، ولی فکر کن که این جنراتیو ای آی اومده اون تو دیگه. نمیخواستم بگم کلا جنراتیو ای آی که یه سری مسائل رو حل کردن تو روباتیک. خب الان فقط مسئله اینه که چقدر پروسس روی دیوایس انجام بشه، چقدرش کانکتیویتی میخواد، که اصلا دیگه با این اتفاقایی که رو 5G و اینا افتاد دیگه اصلا میگن کانکتیویتی هم که حل شد، همش رو کلاد و دیگه فقط یه رباتی که گردن انسان و مثلا دسته مثلا جارو رو تشخیص بده، هر جفتش اینقدر فشار نده، همون الان چالش اینه. بقیهش چالش نیست. خیلی مسعود، خیلی خیلی جذاب، خیلی قصه های خوب، یعنی هم جذاب صحبت الان تو میکنی کتاب هم نرفتیم، ترسناک. هنوز کتابو نگفتیم. آره، ولی هم جذاب هم ترسناک. این ترسناک، جنس ترسناکیش هم یه جنس جذابیت خاصی داره. انگار آدم میگه یه زمانی بود میگفت من خیلی خوشحالم تو زمانی هستم که مسی و رونالدو هستن، اما خیلی خوشحالیم تو زمانی هستیم که تغییرات رو داریم میبینه. یه جنس هیجان خاصی داره. مسعود، من خیلی ممنونم ازت. اگر که تو جنبندی داری، چون دیگه واقعا دوست دارم که برای جلسات بعد هم چیز خیلی وقت، یعنی اونقدری که ازت یا وقت نباش، بگیریم هر جلسه هم محتوا برای جلسات زیاده. فقط نه محتوا که هست. آره ما بر پای فصل شاید نتونیم جلو بریم، یعنی یه همپوشانیایی داره. یعنی مثلا من الان یه چیزایی گفتم شاید مثلا تو فصلش 5 و 6 و اینا مثلا یه بار بخوام برگردیم. الان واقعا هم حفظی دارم صحبت میکنم، شاید اون موقع بشینم یه چیزی درست کنم جلو بذارم که یه خورده دقیق‌تر میفهمم. حالا اون جزئیاتش با هم باز میتونیم صحبت کنیم. یعنی من خودم این سری ایده ها به ذهنم رسید، شاید برای جلسات بعد اصلا بهش بپردازیم، فقط تمرکزش هم رو اون یک کتابه نباشه، چون بحث هی باز میشه و از اون ور تو خیلی آپدیت هستی، لزوما هم شاید تو چارچوب کتاب نکنی. دوست دارم اگه تو جنبندی داری بگی و یه چند دقیقه هم پرسش و پاسخ از بچه ها داشته باشیم
تو اسکوپ صحبتمون و جلسمون رو تموم کنیم. ببین من فقط یه کوچولو یه چیزی بگم، چون میخواستیم امروز مقدمه کتابم اشاره کنیم. اولش فکر کنم تو کتاب این برمیگرده به بحثی که توی کتاب چیز داشت، سینگولاریتیز نیر، که 6 تا اپوک و 6 تا عصر رو پیش بینی کرده بود. در واقع من خیلی سریع بگم اینا رو، چون تو ادامه بعد من اینا رو دونه دونه برمیگردم. ایپاک اول اینه که میگه که کلا ایپاک های ایولوشنه. ایپاک در واقع عصر فرگشتی تکاملیه. میگه که اولش کورتوال اینجور صورت بندی میکنه، میگه اولش مثلا این قواعد فیزیک و شیمی دنیا شکل گرفته که یه حال خاصیه دیگه. میگه که یه ذره مثلا این ور اون ور بود، اصلا ما احتمالاً حیات به این شکل فعلیش مطمئنا پایدار نمیتونست توسعه پیدا کنه. یا حالا جرم پروتون، بار پروتون مثلا یه خورده کم و زیاد مثبتی یه خورده عوض میشه، یه دنیای اتفاق میفته. بعد تقریبا مثلا 3 میلیارد سال قبل، حالا دعوایی، حالا 3 میلیارد، 3 میلیارد و نیم، 2 میلیارد و نیم، من نمیدونم، این که ساختار استوریج دیتا توی در واقع دی ان ای چیز شد. بخاطر این الکسای ما شروع کرد صحبت، من یه چیزی گفتم یه فعال شد، عذر میخوام ازتون. این استوریج دیتا روی دی ان ای انجام شد، یه ایپوک خیلی بزرگ بود، یک پیک بزرگ ما زدیم توی در واقع توسعه در واقع حیات. گام بعدی این شدش که اگه اشتباه نکنم شبکه‌های عصبی شکل گرفت، یعنی اینکه یواش یواش عملا انگار مغز متولد شد، که اینم مثلا چند میلیون سال، چند صد میلیون سال طول کشید. ما رسیدیم به تقریبا عصری که تکنولوژی تونستیم درشته باشیم به یک مفهومی. اون میشه ایپوک 4 ما، که تکنولوژی از اون لحظه‌ای که حالا مثلا آتیش و این یارو میام تصادفی سنگ پرت کرد، چوب مالید به هر چی که شد آتیش درست شد. ولی نکته مهم اینه که ما الان تو اپوک 4 هنوز، یعنی همچنان ما مغزمون دیگه جلوتر نمیتونه بره، چند هزار ساله، و با کمک توسعه ابزاره که بست میدیم توانمندیامون. ببین ابزار تکنولوژی، همه تکنولوژی دنیا بست یک چیز درونی شماست. یعنی شما دوربین میذاری چشت دورتر ببینه، ولی داری همون بینایی رو تکرار میکنی. هدفون میزنی یه چیزی بشنوی که نمیتونی بشنوی میلیون ها کیلومتر اونورتر شد، مثلا صدها کیلومتر، هزاران کیلومتر. کولر درست میکنی که پوستت خنک نمیتونه بکنه، مثلا اون کارا رو مثلا بعد انجام بدی الان که هوا گرمه. از اینجا بعد مغز دیگه وایساد، تکنولوژی فقط جلو رفت و من اکستند، من بست من رو به جلو فقط رو تکنولوژی بود. ما الان روی اپوک 4. اپوک 5 که خیلی مهمه، اون نقطه خیلی کلیدیه که اصلا این سینگولاریتی اون تو اتفاق داره میفته، اونه که میگه این تکنولوژی انقدر میره جلو و یک پیوستگی، یک درهم تنیدگی با بشر پیدا میکنه که ما میریم توی لایه‌ای که بیولوژی و سینتتیک اینفورمیشن و سینتتیک مثلا دیتا با هم دیگه وصل میشن و یه اتفاقای دیگه میفته که حالا میریم راجعش صحبت میکنیم. یه تیکه خیلی جذاب و قشنگش اون ایپوک 6 هست دیگه، که میگه که ما تو لایه کیهانی به یک آگاهی میرسیم و همه چی به هم وصل میشه و تبدیل میتونیم بکنیم خودمون رو به، نه که این تمثیل نبینیم، اینه که من میگم مصداقی نبینیم، ولی مثلا انگار که ما تو لایه انرژی مثلا همه یک پارچه میشیم با کل کیهان و دانش ما در همه جا چیز میشه. و این تیکه هم علمی تخیلی اینا نبینید، اینا مثلا اینا بازم ریاضی داره مثلا صحبت کرده که چیزا اینا. ولی اون ایپوک 6 خیلی جای جذابیه. احتمالاً مثلا چند صد سال شاید فاصله داشته باشیم، احتمال داره مثلا 10 سال بعد از چیزام نمیدونه، هیچکی نمیدونه چیه. حدس اینه که مثلا چند هزار سال شاید طول بکشه، تا چند صد تا چند هزار سال طول بکشه. ولی ایپوک 5 و اون تیکه‌ای که مغز ما و بیولوژی ما یک پارچه میشه با یک تکنولوژی خیلی پیشرفته، همین 2045 که یعنی اونجا شروع میشه رشد عجیبش. قبل از اون ما الان تو اون لایه هستیم، الان تا یک حدی تو اون لایه هستیم، ولی هنوز 5 شروع نشده، ما تو 4. اینجور فرض کنید 5 میشه اون لحظه‌ای که دیگه حالا ما انتخاب کردیم که دیگه ما و ماشین یکی بشیم و حالا اتفاقی دیگه. حالا این جنبندی که من فقط مقدمه رو ببندم. آره مسعود، حالا چون اومدی تو مقدمه، من دوست داشتم یه تیکه هم رو این صحبت کنی. یه مدلی داره که میگه
پرایس پرفورمنس آف کامپیوتیشن که میاد میگه از سال 1935 چجوری بوده، بر اساس فکر کنم دلار میاد یه شبیه سازی میکنه. این رو هم میشه یه کوچولو توضیح بدی؟ فکر کنم تو مقدمه هم نکته جالبی باشه. آره ببین این کلا بحث کل مبنای اون توصیفی که ری کورزوول از در واقع دنیا داره و تئوریش رو بنا کرده دو تا چیزه. یکی رشد نماییه، یه اکسپوننشیال گروث آف تکنولوژیه که این فقط به قانون مور و اینا ربط نداره که بگم قوانین پردازش داره، یک مسائل دیگه میگه. یه قانون دیگه هم میگه که rate of accelerated returns، یعنی که حالا فارسیشو نمیدونم چی میشه. اون در واقع تو این نموداره که فرمودی، این نموداره میگه، من یه خورده برگردونم کتابو فیزیکالش رو برگردونم. این البته از 1935 اومده و دلیلم داشته که فکر کنم اینجوری نزدیک کنم. از 1935 اومده در واقع به نسبت در واقع نسبت میزان پردازش به ثانیه به $1 ثابت، با $1 ثابت، و اومده گفته چقدر بوده که این نمودار عجیبی شده. ظاهرش خطیه ولی چون این برش نمودارش در واقع لوگاریتمی نماییه خیلی ترسناکه و رو به عقب‌تر هم نرفته. تو ریفرنسش خودش گفته که من میتونستم اینو برم تا چارلز بابیج و اینا برم عقب، مثلا تا 1800 مثلا 40 50 مثلا میتونستم برم عقب و این نمودار همینجوری بوده. و این خیلی مهمه و اگه اینو اکستندش کنی رو به آینده، حالا شاید دفعه بعد من فرصت شد 2-3 تا نمودار دیگه هم، چون نموداراشو دارم خودم کامپیوتر، اونا رو بیارم به بچه‌ها نشون بدیم که ببینن که اگه الان لحظه که کوانتوم کامپیوتر میاد چه اتفاقی میفته. نکته مهم اینه که من مثلا الان بازم حساب بخوام بکنم 2025 با تقریبا این 100 میلیارد دیگه، آره 1000 میلیارده، من 1000 میلیارد برابر چیز دارم، بیشتر از 60 سال قبل 70 سال قبل چیز دارم، بذار اون یک دهم خیلی بیشتر میشه 100 تریلیون برابر آخر جنگ جهانی اول توان پردازشی ما داریم. مقایسه چیز کنید 100 تریلیون برابر اگه اشتباه نکنم. ولی این خیلی مسئله مهمیه. حالا خوبه اتفاقا ما یواش یواش مصداقای عددی اینا بگیم و خودش میگه که دیگه میگه که مثلا اون کامپیوتری که الان من دارم، ما همین الان 11200 برابر از اون کامپیوتری که این تو خونش کتاب اولیه رو نوشته 2004 از اون چیزتره، قوی تره با یه عدد ثابت. و اینا میدونی که اینفلیشن ادجاستده، یعنی $1 1000 مثلا 990 الان $5 مثلا با تورم و اینا رو اینفلیشن ادجاستد هم تازه کردن. اگه چیز کنی که اصلا یه جوری دیگه میشه عددا که عددش شکلی. و این خب فهم این خیلی سخته. از اطلاعات من حداقل تجربه من به من میگه که من مثلا توی 15 سال گذشته واسه فهموندن این حداقل 8 ساعت باید واسه آدمو صحبت کنن که همینو بفهمن، برخلاف اون چیزی که هم فکر کنن میفهمن. خدا نکنه فهمیدن رو به مفهوم بعد تفسیر نکنید. درکش از ما مغزمون همیشه خطی تفسیر میکنه و این یک مسئله نماییه و ما توی این 800 900 هزار سالی که این جدا شدیم از بقیه شامپانزه ها اومدیم اینور، هیچ پدیده غیر خطی نبوده اطراف ما. یعنی همیشه آروم آروم میدیدیم همه چی رو. مثلا این درخته اینجاست، فردا نهایتا 2 تا درخته، مثلا یوی نبود که مثلا امروز چشو باز کنم اینم یه جنگله. ولی مسئله اینه که الان پدیده ها اطراف ما از یه الگوی دیگه تداعی میکنن که مغز ما نمیتونه پروسس کنه. مثلا همین 1000 تا سوگیری پیش میاد و همین من و تو مثلا میشیم با هم دعوا میکنیم، تو میگی که اصلا آقا کو حالا تا روباتیک مثلا بیاد، من بگم که آقا مثلا علاوه رو کاغذ سال دیگه اصلا روباتیک خودش رو تحمیل میکنه. نه منظور تو نیست، یا منظور اصلا نمیصرفه یه کارایی بدون ربات بکنی، بدون ربات انسان نمون. و این مسئله خیلی چیزیه. حالا من در خدمت هستم. مرسی ازت مسعود جان. من واقعتش یعنی ایده خودم اینه که خیلی پرسش و پاسخ نداشته باشی، ولی به هر حال اگه بچه‌ها موردی دارن بگن که حداقل من حس نکنم فقط من اینجا میزبانی کردم یا سوال پرسیدم.
ولی برای ما هستیم، هر هفته هستیم با مسعود، این بحث رو ادامه میدیم و قرار نیست این جلسه فقط تنها جلسه‌مون باشه و گفتگو میکنیم منظم. تو گروه هم هستیم، اونجا هم میتونیم تعامل داشته باشیم و یه ذره جدی‌تر فالوآپ بکنیم. بعدم ما به نظرم محمد، به نظرم محور کتاب هست، ولی لزوما با کتاب نمیریم دیگه. هر چقدری که مثلا بالاخره خود این بنده خدا میگه من این کتابو که دارم می نوشتم، من مصاحبهشو دیدم که گفت اون موقع که نوشتم و اون موقع که چاپ شد عوض شده بود قضیه، چه برسه به الان که مثلا یه ماه هم گذشته از چاپش. یعنی اینقدر یه چیز دیگه. خب حالا من در خدمت هستم. بچه دارن سوال می نویسن ها، یه چیزای پرامپت میاد این پایین برام. نه، تشکر کردن که بچه گفته به نظرتون سال بعد ساله که محصول در حوزه تک خواهد بود. من متوجه نشدم یعنی چی؟ یعنی بذار شاید منظورش که سال بعد چه فناوری مثلا تو حوزه تک مثلا بستگی داره دیگه. یعنی که لحظه ببین ما یه موج همگرایی داریم، یه موج واگرایی داریم توی فناوری. سال بعد احتمالاً سال واگراییه، یعنی انگار که اینا همه جمع میشن یه جای، دوباره یه چیزای دیگه از توش میخواد. ما الان تو مرحله همگراییم توی خیلی از این جاها، خیلی جاش نه همه جا. یه واگرایی هم اتفاق افتاده، ولی مثلا تو سلامت به نظر من خیلی اتفاقای جالبی میفته، به خاطر اینکه پول خیلی خوبی آدم‌ها حاضرن خرج کنن که یه خورده حالشون بهتر شه دیگه. بله، یعنی همین داروهایی که اومده واسه لاغری و اینا، که حالا بماند عوارضش اینا چجوری میگن، ماهیچه رو میسوزونه اینا، ولی کلا اینا رو دقت کنید. اینا اینکه طرف به این دارو رسیده، حالا یه بخشش تصادفی بوده، ولی این دارو رو شبیهش درست کردن دیگه خیلی کاری نداره. و این طرف سهام نوو نوردیسک رو نمیدونم مثلا چیزها این همه چسبیده، مثلا اون یکی شرکته که داده این یکی جدیده رو، یه شبه سهامش مثلا 40% رفته بالا. اصلا این چیز عجیبی. خب اینا نشانه است که و ای آی خیلی کار عجیب و بزرگی تو سلامت، ولی هنوز توان پردازشی برای پاسخ به همه سوالات بیولوژی خیلی پایینه. یعنی یکی دو سالی فاصله داریم با اون جواب خوبایی که قراره بیاد، ولی احتمالاً تو سلامت و اینا چیز دیگه. چی نوشتن؟ من میشه من چون نمیدونم میپره این برای من یه سوال کوچیک برای یادگیری زبان انگلیسی میتونه میتونه AI حساب بشه؟ میتونه AI حساب بشه. من میگم اینا آخه خیلی شکننده است. یعنی یه آپدیت بعدی مثلا چت جی پی تی بده مثلا همه این استارتاپ ها. خیلی نگران باشید اگه کار خیلی ساده ای دارید میکنید، یعنی مثلا تو ماچ ریلای آن خیلی تکیه کردن به آنچه که چت جی پی تی در اختیار شما قرار میده خطریه، چون اون نگاه میکنه اینو به عنوان یه آپدیت بعدن میکنه زحمتی که شما ایجنتی که نوشید اینو. ولی من کلا چتبات تخصصی شانس داره، خیلی تخصصی. مثلا شما به دیتای مثلا یه صنعتی رو مثلا حوزه مثلا چه میگم مثلا زغال سنگ مثال میاد، زغال سنگ خوش بنده خدا تو حواس، مثلا توی دامینی اطلاعات تخصصی فنی با دسترسی ناعادلانه دارید که کسی نداره، اونو بردارید برای خودتون چتبات روش داشته باشید، اون چتبات رو مثلا سرویس کنید. وگرنه من فکر کنم خیلی حوزه چیز دیگه. نظرتون در خصوص هایپ سایکل، نمودار هایپ سایکل گاردنر هستش؟ من کلا هایپ سایکل دوست دارم. نظر شخصی اینه که من یادم مثلا 92 اینا اصلا یه 2 ساعت یه اسلاید درست کرده بودیم واسش که اصلا از این چه استفاده میشه، چون ازش استفاده میکنم از مثلا 2003 4 دارم استفاده میکنم. ولی نکتهش اینه که گارتنر یه شرکت مشاور مدیریته و مثل همه شرکت مشاور مدیریت فروشنده اون چیزیه که در اختیارشه و منافع کلاینت های اصلیش. یعنی اگه میگه که مثلا بهترین محصول در فلان جا مثلا مایکروسافت فلانه، چون مایکروسافت پارتنر خیلی جدیشه، و اگه میگه فلان محصول در مثلا الان پیک آف اینفلیتد اکسپکتیشنه، یعنی اون پیک چیزه، یه دلایلی داره، یعنی صرفا این دلایل صادقانه نیست.
ولی خیلی خوبه. یکی از ابزارهای خوبه که باش دابل چک کنید کاراتونو. و اگه جنرال هم دارید کار میکنید، حالا اصلا میشه یه بارم محمد راجع به هایپ سایکل یه کوچولو واسه بچه، چون اسلایداش هست، یه دقیقه مثلا بزنیم برای بچه توضیح بدیم که چجوری مارکتینگی میتونی ازش استفاده کنی، چجوری برای سلز استفاده کنی، چجوری برای جذب سرمایه استفاده کنی. چون رفتارات تو هر کدوم از اینا، رفتار تو و رفتار مخاطبای محتمل تو هر کدوم از این کارا یکسانه، همیشه قابل پیش بینیه. یعنی اون بالا همه پول میپاشن وقتی از بعد میاد پایین همه ناامید میشن، میخوان پولا رو پس بگیرن. داستان شکست زیاد میشه. ولی کلا هایپ گارتنر رو به عنوان یه بایبل نگاه نمی‌کنم بهش، میگم که اینم یه ابزار حالا برای دابل چک خیلی خوبه و هینت هم میده بالا. بسیار خوب. مرسی مسعود جان. من چیز دیگه نمی‌بینم بچه‌ها نوشته باشن. هم محسن هم یه اشاره کرده که حالا نمیدونم، نوشته که 40% یونیکورن های امسال هم بایوتک بودن. بله بله. علاوه دو تا نکته باحال داره. تعدادی بایوتک نبودن، علاوه فاند سرمایه‌ای. آره سرمایه‌ای چیز شدن. حالا باز اگه فرصت شد یه بار مثلا ایناش هم نموداراشو بیایم، مثلا حداقل Q2 2024 دیتاش همین چند وقت پیش من گرفتم، خیلی دیتا جذابی بود و خیلی نگران کننده. مثلا اینجوریه که مثلا 60% اتفاقات تو آمریکا داره اتفاق میفته، مثلا بقیه همه با هم مثلا 40% دور هم دارن مثلا گردوبازی میکنن. مرسی ازت مسعود جان. من فکر کنم که اتفاق بدی نباشه. ما تا هفته بعد، حالا من وایس و ویدیو رو هم شیر کنم با بچه‌ها. من حس میکنم دوست دارم که تا یه ماه آینده که با هم گپ میزنیم یه پروسه باشه که بچه‌ها هم اگه دوست دارن خودشون رو توی مسیر آپدیت کنن. اگه سایتی، سورسی، جایی حس میکنی که میتونه بچه‌ها سر بزنن غیر از سرچ گوگلی، جایی که معتبر باشم شیر کنی، خیلی ممنون میشم. من تو گروه اگه چیزی الان حضور بدید، کلا از کتاب خوندن غافل که نشید هیچ وقت. خب یعنی که این لای این سطور، حتی هر چقدر ما مثلا این کتاب رو مثلا بیایم الان بگیم یه سه چیزا رو نگفتیم و واقعا اینجا هم شیطان در جزئیات هست. تو اون لامه های چیزای قایم شده که هر کسی با معرفت خودش شاید یک رهیافت و یک درک جدیدی ازش چیز کنه. ولی با توجه به این سرعت تغییرات و اینا، دو تا کار میشه کردی که این که مثلا یه خبر جدیدی میاد مثلا اینو بخونید که مثلا بذارید تو گروه اینا، مثلا بگم اینجا رو بخون، ولی حواستون باشه که چیز نشید دیگه، دیتا زده هم نشید. یعنی وسط این سیگنال و نویز تفکیکش اینجا الان خیلی سخته. من با یکی بچه‌ها صحبت می‌کردیم میگفتم ما مهمترین مهارت کار آینده نگاری اینه که کجا رو نخونی، نه اینکه کجا رو بخونی. خب الان همینجا اینه که اون جایی که نواد بخونی خیلی مهمه دیگه، چون الان هم که پدیده‌ای شده تکنولوژی که در هم تنیده است با سیاست، با فرهنگ، با ژئوپلیتیک، با دموگرافی، با هزار تا چیز درگیره. تو نمیتونی مستقل و مجرد بگی من یه چیزی فهمیدم پیور تکنولوژی بخونم، اون برای آی تریپل ای و نمیدونم مثلا ساینس و نیچر و اینا بخون. ولی درستش اینه که اون ربات رو اگه داری میبینی ببینی که کجا به نظرت دیفیوز میشه، چون این یه بحثه. اون ربات میاد تو خونه یا میاد تو کارخونه. خیلی نکته مهمیه. یعنی یه نفری، حالا بحثش طولانی میشه دیگه، اذیتتونه، ولی خوراک فکری خوبیه. خیلی ممنون ازت. خیلی لذت بخش بود. من واقعا نه واقعا ما 2 ساعت گپ زدیم، خیلی مفید و پروداکتیو بود واقعا و خیلی مسیر خوبی داشت و خیلی حس خوبی داشت. واقعا ممنون ازت. بچه از شما ممنونم که بودید. حالا با هم در ارتباطیم و باز جلسات بعد هم مسعود رو کنار خودمون داریم. من باز سعی میکنم مسعود در مورد یه ذره صورتبندی جلسات و منطبق بر کتاب و پلاس بر اون با هم یه همفکری داشته باشیم. من در خدمتم. ببخشید دیگه طولانی شد. قربون شما. بنده باشید. نه خواهش می‌کنم. مراقب خودتون باشید. خدا بچه‌ها نگهدار. روزتون شبتون بخیر. خداحافظ.